إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. در آیات قبلی الله تبارک و تعالی دو قسم مردمایی را ذکر کرد. یکی مردمایی که مکمل تسلیم به نظام الله تبارک و تعالی بودند و یک قسم مردمی که همیشه نعوذ بالله رای منافقت را پیش گرفته بود. الله تبارک و تعالی او کسانی که زندگی خود قربان خدمت دین الله کرده، آمادگی به هجرت گرفته، بعد از او جهاد کرده در راه الله تبارک و تعالی و با انجام عبادات خوف یا ترس ازی داره که آیا الله قبول میکنه یا نمیکنه، اینطور مردم را الله تبارک و تعالی مدحشان بیان کرد و یقینا الله مغفرت و رحمت خدا شامل حال امچو مردم ذکر کرد. در اینجا الله تبارک و تعالی 4 سوال صحابه کرام که مسلسل صورت گرفته الله جواب میگه. یکی از موضوعات خیلی مهمی که صحابه کرام دچار از او بوده مسئله شراب بوده. در زمان جاهلیت تا زمانی که حرمت شراب نآمده بود صحابه کرام مبتلا به این گناه بودند. یک تعداد از صحابه کرام فطرتاً امیطور بودند که نمیخواستند شراب بنوشند و یا امرای شراب سر و کاری داشته باشه. از امو خاطر معاشره را آلوده می دیدن. دی فکر بودن که یام از طریق الله تبارک و تعالی حرام شود. از او خاطر سوال کردن از پیغمبر علیه السلام و الله تبارک و تعالی آیات روان کرد. موضوع خوردنوش یا آن چیزی که انسان قطعش عادت میگیره و او یک خوی ثانی انسان میگرده، کشیدن او قسم خویو و خصلتا خیلی مشکل می باشه، دشوار می باشه. از همون خاطر دین مقدس اسلام اول آمادگی ذهن میکنه و بعد از او فرمان و حکم صادر میکنه. اینی فرق است بین سیاست اسلام و سیاست دنیای امروزی. سیاست دنیای امروزی همیشه توسط تهدیدات و جریمه ها و بندها پیش میره و نمیتونن که جلوگیری یک از جمله جنایات بکنه. اما سیاست اسلام طوری است که اول ذهن آماده میکنه، بعد از او باز حکم فرمان صادر میکنه تا که کلگی آماده باشه. وقتی تاریخ مطالعه بکنه زمانی که اسلام شراب حرام کرد در مدینه منوره اوطور حالت آمد که جویهای مدینه منوره تا چندین ماه را بوی میداد، چرا که هر صحابی از خانه خود شراب آورده بود و در جوی اعلا کرده بود. اصل منظوری بود که دیگه از این شراب استفاده نکنه، تا این اندازه که حتی ظرفایی که در او شراب جور میکردن امورم دور کرده بودن از نظر خود و تاجری که شراب وارد کرده بود و خیلی کل سرمایش در اونجا بند بوده پیش پیغمبر علیه السلام آمد، داخل مدینه نکرد بلکه دور از مدینه قافله را توقف داد و آمد خودش پیش پیغمبر علیه السلام اظهار کرد که یا رسول الله کل سرمایه ما در اینمی مورد بند است و کلش ما شراب وارد کرده، چطور میشه؟ پیغمبر علیه السلام دیگه چیز برش نمیگه، همین قدر میگه که الله حرام کرده و صحابه بودن واقعا تسلیم به حکم الله، رفتم و شراب بیرون مدینه همونجا چپا کرد و هیچ چیز هم قطع خود نآورد. مسلمانان امروز والی پشت طلبی نمیگشتن که علت بیان کنه، وجه بیان کنه، چرا بگویه. یکی از جمله نعوذ بالله راههای گمراه شدن انسان و یکی نعوذ بالله منافع ایمان انسان فایده برداشته نمیتونه امیسته که در احکام اسلامی کرم طلبی میکنه، علت طلبی میکنه و چرا میگه. در او زمان صحابه کرام اینطور نبودن. علی نمیگفتی کل سرمایه ما دهی بند است، من دیگر راه ندارم، علی چطور کنم؟ امروز مردم ها برای خود ادنا بانه جور میکنه، مگه این کاری حرام نکنم دیگه کار ندارم، دیگه روزگار ندارم، زندگی ما پیش نمیره. مردم گیرو میکنه به این خاطر که میگه ضرورت دارم، مردم فیلم میفروشه میگه ضرورت دارم، مردم قطع کفار کار میکنه در اون جاهایی که سبب ضرر مسلمان است و سبب اهانت دین است، بازم تعلل میکنن که ما ضرورت داریم. این گپا یقینا در دین گنجانیده نشده و قابل قبول نیست. در اون زمان صحابه نمیگفتن که سرمایه ما کامل در شراب بند است و ما غریب و فقیر میشیم. بس پیغمبر علیه السلام فقط همین قدر گفت که فرمان الله آمده که حرام است،
بس دیگه کلی چیزا همونطور ریختانده شد. حالا یقین داشت به خاطر رضای الله من اینمی شراب خود از بین میبرم، الله عوض یزیر بر ما میده. الله تبارک و تعالی رای حلال برام پیدا میکنه. اگر امروزه مسلمانان عقیده قوی و ایمان مستحکم داشته باشه و در اموری که در کسبهایی که حرام است از این صرف نظر بکنه، ما یقین داریم که تو سر دین الله غیرت بکنی، الله سر خیلی زیاد غیرتی ذات است. هیچ وقت انسان حقیر و ذلیل نمیسازه. مشکل اینجاست که ما عقیده ضعیف داریم، تا آلی را اما عقیده ما در قلب ما مستحکم نشد بالای الله تبارک و تعالی. از امو خاطر حراس داریم که اگر همی کار ایلا بکنیم ما دیگه نعوذ بالله پای دراز بکنیم از گرسنگی و گشنگی، شاید که بموریم. اینی مشکل است. اما اونجا صحابه جور بدن. یک موضوع خویی شد که صحابه چقدر فرمان بردار و مطیع بودن، به مجرد شنیدن شراب حرام شدنش همه شرابا را از بین بردن، حتی ظرفایش هم از نظر خود دور کردن. یک موضوع ای بر ما شد که کمال اطاعت صحابه کرام به فرمان الله تبارک و تعالی. چرا نگفتن؟ یکیشان پیش پیغمبر نامد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم من اینطور مشکل دارم یا اینطور است. نه، فرمان الله رسیده. دوم، سیاست شریعت اسلامی و سیاست دنیای دیگه فرق داره. سیاست شریعت اسلامی است که اول ذهن آماده می سازه. حالا اینجا اولین مرحله آیتی که روان شده دی به این خاطر که در ذهنیت مردم بدی شراب جاگزین شوه و کم کم قطع شراب نفرت پیدا شوه. الله تبارک و تعالی به تدریج ایره حرام کرده، یعنی شراب حرمتش به تدریج آمده. علتش است که چیز خوردنی و نوشیدنی طبیعت ثانی آدم میگرده. اگر یک مرتبه حکم شود که نمی ممنوع، سری مردم بسیار مشکل تمام میشه، دشوار تمام میشه. از همین خاطر است که الله تبارک و تعالی حرمت یزیر به تدریج کرده. در سوره بقره فقط همین قدر بیان شد. اصلا در سوره نحل یک کمی اشاره برش شده بود که چیزی خیلی خوب است الله پیدا کرده انگوره، لیکن بعضی مردم از او چیزی خوب جور میکنه و بعضی چیزی خراب، یعنی از پیش شراب جور میکنه. و یک نوع اشاره برای بدی نمی عمل بود که چطور یک میوه خیلی لذیذ و پاک ای را بگیری نعوذ بالله چیزی گنده و خبیث جور بکنی که سبب از بین بردن عقل انسان شود. یک تعداد صحابه کرام با مجرد شنیدن آیات های سوره نحل بالکل دیگه از شراب، از فروختن و از همه گپایش منع شدن. گفتن عجیب است، راست میگه، چطور ما میوه خوب بگیریم چیزی گنده و خبیث جور بکنیم. بعد از دوم مرحله که در سوره بقره اینی سوال است، الله تبارک و تعالی به طریق مشوره به اینکه در ذهن صحابه کرام گناه ها و اضرار شراب جاگزین شود این آیات را روان کرد. بعد از در سوره نساء الله تبارک و تعالی تنها شراب در وقت نماز منع کرد، به خاطر که در میمانی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وقت شراب مانده شده بود، پس در نماز خیستن. در نماز قرائت قل یا ایها الکافرون لا اعبدو بود، در جای لا اعبدو اعبدو ما تعبدون آمد، یعنی تغییر معنا کرد. اونجا است که ما عبادت نمیکنیم اون معبودایی را که شما عبادت میکنه، در این معنا آمد که ما عبادت میکنیم نعوذ بالله، بس تنها در نماز حرام بود. پس از در سوره مائده به طریق قطعی حرمت شراب آمد و الله تبارک و تعالی شراب حرام قرار داد. 4 مرحله تدریجی برای حرمت شراب بیان شده. این بسیار مهم موضوع است. چرا؟ زمان حرمت شراب میه که در ذهن صحابه نفرت شراب بالکل پیدا شده. یک تعداد خو بالکل از وقت پیش از حرمت جلوگیری کرده، اجتناب کرده، خو یک تعداد که آغشته است لیکن بازم نفرت شراب در قلبشان است، اضرار شراب در ذهنشان نشسته. تا او وقت هم الله حرام نکرده. زمانی که اذهان آماده شد الله حکم حرمت روان کرد و اونموی انقلاب عظیم دمی معاشره مسلمان ها پیدا شد که دیگه یک نفر نبود که حتی با گیلاس شراب که دو شراب جور میشد دو آب بخوره، شراب خو بگذار. تا این اندازه را پابندی و اطاعت شد. امریکا بعد از که دید اضرار شراب خیلی زیاد است حرمت شراب اعلان کرد. در این مورد خیلی تبلیغات هم کرد، اوراق هم چاپ کرد، نصایح و سخنای دکترای ورزیده و دانشمندم دمی ورقا چاپ کرد، تلویزیونا اعلان کرد. بعد از او جریمه مالی و جریمه زندانی را هم اعلان کرد، پلیس هم مقرر کرد، کمره های کنترلی را هم در بندرها هم مکمل در مورد منع شراب کلی تدابیر را گرفت. اما وقتی 1 سال تیر شد در اون صورتی که قانون امریکا تقاضا کرده بود که شراب حرام باشه، وقتی آمارگیری کردن از سالهای گذشته که 10 برابر شراب زیاد نوشیده شده بود. چطور است؟ فرق بین نظام اسلام
یا نظامی که الله تبارک و تعالی روان میکنه و یک نظامی که ساخته بشر است، چقدر تفاوت وجود داره. در اون زمان نه پلیس بود، نه کسی کامرا را در اونجا مقرر کرده بود، نه جریمه بود، تنها شراب حرام اعلان شد، حرام است. ما و شما دیدیم که دیگه هیچ نوع شراب دیده نشد، کسی نمی‌نوشید، در حالی که اون مردم عادی بودن، از سالا به نمی اعتیاد کرده بودن، امی شراب خورده بودن. اما نظام اسلام اول زمینه سازی کرد، بعد از حرمت شراب اعلان کرد، برخلاف سیاست های امروزی جهان که یک مرتبه ضرر یک چیز درک میکنه و یک دم اعلان میکنه. مردم به این آماده نیست. از همون خاطر است که دین مقدس اسلام یقینا دینی است که در سر اذهان مردم، عقیده مردم حکومت میکنه، هیچ کس نیست ولی کس شراب نوشیدن نمیتونه. اینی فرق است. ما که امروز دعوا داریم که امن در دنیا توسط عقیده میاد، توسط نیروها و توسط کمیسیونها و کمیته ها و توسط قوانین وضعی خود که جور میکنیم، قطعا امن آمده نمیتونه. چرا؟ قانون دست ساخته خودت است و خودت اجرا میکنی. قانون کدام زور و حکومتی نداره سری تو. از همون خاطر است قانون اساسی افغانستان بسیار مواد گنجانیده، اما کدام مواد کسی عملی کرده؟ سردمدارا و کلانا اولین متخلف قانون، حتی قانون ترافیکی را اول موتر اردوی ملی و پلیس ملی چی میکنه؟ از بین میبره، قطع میکنه. چرا؟ قانون ساخته خودت است، تو برش احترام نداری. نظم و نظام یا امنی که در دنیا میاد توسط عقیده میاد، که انسان به یک قانونی ساخته شده الله تبارک و تعالی عقیده کنه، بعد از اون مطابق از او زندگی بکنه، بعد ایره درک بکنیم. ما در جهان ایره به طریق نمونه و تجربه پیش میکنیم که امن توسط عقیده میاد. جلوگیری از همه گناه ها و زشتی ها توسط عقیده میشه، توسط سیاست ها نمیشه که تو از بیرون کسی را جریمه بکنی، جریمه مقرر کنی و جزای سخت مقرر بکنی. نه نه نه، این امکان نداره. برای رشوت خیلی قانونی سخت دولت افغانستان اعلان شده، اما رشوت یکی برده شده، هیچ نوع منع نشده. علت چیست؟ دوایر دولتی ما ذهنیت خراب شد، عقیده خراب شد، حتی احساس مسئولیت نیست که من وظیفه را پیش میبرم، چقدر به نزد الله مسئول هستم، کدام عاید برای من حلال است و کدام حرام است. این توسط عقیده جور میشه، توسط کنترل خارجی قطعا امکان نداره. یکی از مزایای اسلام این نمیسته و ما که به جهان اعلان میکنیم که اسلام خوبی داره، امیر برشان پیش میکنیم که اسلام نظامی است، دینی است که یقینا انسان میسازه و نمیگذاره که نعوذ بالله مرتکب جنایات و گمراهی ها شود. مثل که ما میبینیم، تجربه کردیم، حرمت شراب در توسط اسلام و حرمت شراب توسط حکومت امریکا، با وصفی که وسایل خیلی جلوگیری امریکا داشت اما نتونست جلوگیری بتونه. ما یک نمونه خیلی نزدیک در دوران طالبا فقط یک دفعه اعلان شد که کشت خشخاش بند. در یک جای شما یک بوته خشخاش میدیدید؟ یک جای نبود. حالا یک قدر تدابیر گرفته میشه، به دهقانا پیسه داده میشه، اما یکی برده بازم کشت خشخاش اضافه است. بدون نظام اسلام هیچ گناه، هیچ جنایت جلوگیری شده نمیتونه. جلوگیری توسط عقیده میشه. دو موضوع. سوم موضوع، در اینجا بسیار موضوع مهم است که یک تعداد مردم ما عالی زمان شما موضوع شرک بیان میکنه، توحید بیان میکنه، سر شما انتقاد میشه. براتون میگه عالی طور وقتا نیست یهود و نصارا آمده، دین که است به تدریج آمده. حتی عالم ما تعالی را امی تفکیک نمیتونه، امی واقعیت درک نمیتونه که در نظام مقدس اسلام موضوع عقیده به تدریج بیان شده و موضوع عمل به تدریج بیان شده. کدامش بیان شده؟ نه، موضوع عقیده به تدریج بیان نشده. پیغمبر که آمده اول در سر منبر بالا شده، مردم به دعوت به توحید داده و نفی شرک کرده، رد شرک کرده. در روز اول مخالفت قوما با پیغمبر پیدا شده، در روز دوم نه، در ساعت اول، در زمانی که پیغمبر فقط زبان شروع کرده، تکلم کرده، عقیده را بیان کرده، مردم مخالفش شده. ما اینطور نمیتونیم. یک تعداد ملاهای ما ابلیس لعین امیر مزین به ذهنش کرده که البته از حکمت کار میگیرم. حکمت نیست، این مداهنت است. به خاطر ترس مردم موضوع حق پوشیدن این را مداهنت میگه و این شیوه علمای یهود بود نعوذ بالله. این سخت‌ترین جزا داره اینطور علما. خدا فریب نده. این موضوع تدریج نیست، تدریج در عمل است. باز در عمل مطلق عمل نه، در عمل هم آن چیزی که سبب دشواری از هان مردم واقع میشه، مثل امور اعتیادی.
او چیزی که عادتی مردم جور شده، آلی مسئله قمار، مسئله شراب، این عادتی مردم جور شده بود، این یک طبیعت ثانی برای مردم جور شده بود. آلی یک نسوار الا کردن گپ عادی نیست، چرا که آدم عادت شده. سیگرت الا کردن گپ عادی نیست، اما یک آدم بگوی که در نماز چی نکو، او طرف سی نکوی، این گپ عادی است. نماز میخونی این طرف سی نکو. حالا اینجا نمیگی که نه این مردکه را اول دعوت به نماز بده، باز هیچ نگو که طرف سی نکو، هیچ نگو که ستر عورت بکو، هیچ نگو که استقبال قبله بکو. چرا؟ همین مطلق نماز برش بگو. چرا؟ به تدریج حکم آمده. این آمده نماز که فرض شد، فرایضش فرایض قطعش آمد، سنتش سنت، مستحبش مستحب، کلش در مرتبه خود بیان شده. خلاص ایتو نیسته که اول فرض بیان کرده باشه. صحابه کرام گفته باشه مردم ای صحابه تنها قیام بکنی، رکوع سجده بگوی او قاعده بکنی، تسبیحات در رکوع نگوی، پس در قومه بالا نشوی، سبحانك اللهم نگوی، اعوذ بالله و بسم الله را نگوی. چرا؟ اول فرایض است. بان که فرایض مردم یک دفعه عمل کنه، بعد از با سنن و مستحبات. امروز بسیار این یک تصور غلط و نادرست است. با تاسف که یک تعداد جوانای ما را امیم الله ها گمراه میسازه، با جوانا امی تلقین میکنه که برادر یا مردم پیدا شده رفع الیدین گپا را میزنه، یهود و نصارا کجاست؟ و برادر دین اسلام با تمام پرزه هایش میه. ماشین که جور میشه کلی پرزه هایش قابل عمل است. تو نیست که یک اینی پرزه شو قدر اهمیت نداره، قیمتش کم است، این را در ماشین نمیندازیم که نندازی ماشین کار نمیکنه. دین اسلام همینطور است. بله در مسائلی که تعلق به خوردن و نوشیدن داره، به عادت و طبیعت ثانی داره، در اونجا اسلام تدریجا در نظر گرفته تا که مردم خوبی گیرن، نفرت یک شی حرام در زیرشان بشینه. پس از او باز الله تبارک و تعالی حکم حرمت روان کرده. از او خاطر از اینمی آیت شراب این مردم استدلال میکنه. و برادر پیغمبر که آمد در روز اول قطع قوم، پیغمبر علیه السلام در روز اول قطع مردم مخالف است، یعنی که سالا تیر شده بعد از مخالفت کرده. در روز اول پیغمبر اول اعلان کرد توحید الله را و نفی شرک و بت پرستی را کرد. قوم خیز اول کاکایش، اول دعوت پیغمبر در تپه صفا به اهل و خانواده خود داده. اول کسی که مخالفت پیغمبر کرد تو نگفت، او گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله را بگی، نظام برای الله است، تمام عبادت ها مخصوص الله است. و گفت اوه به می ما را جمع کرده بودی، تبا لك سائر اليوم برش. نگفت کوکایش ابو لهب. کلی انبیاء علیهم السلام در روز اول عقیده را اعلان کرده، مخالفت شده. شما خود فریب نده، وجدانتان فریب نده. یک تعداد محصلین ما که معلومات کافی از دین نداره واره چی نکو. یک بچه جوان قطمه بسیار جر و بحث کرد، خود حقوق هم میخوان. شراب به تدریج حرام شده، شما آمدیم یک دستی شروع کرده. من گفتم شراب حرام شده. شراب چیست؟ چیزی ترک کردنی است. آن چیزی است که تعلق به خوردن و نوشیدن داره. این الله تبارک و تعالی به تدریج کرده. عقیده را به تدریج اعلان نکرده. عقیده از روز اول بیان میشه. یک عالمی اگر در روز اول مقتدی خدا نگه که اینی توحید و اینی شرک است، 10 سال بعدم او میگه که من باز 10 سال بعد توحید و شرک اعلان میکنم، یه عالم نیست، یه عالم دین نیست. شاید به مثل علمای یهود و نعوذ بالله باشه که روز خدا تیر بکنه، منظورش فهم مردم نباشه، منظورشی باشه که چند روز روزگارم اینجا تیر شوه، خانه کرایی را دیگر جای 10,000 و 20,000 پیدا کرده نمیتونم، اینجا برق مفت و آب مفت و خانه مفت برم است، نوبت نانم چالان میشه، میرم خودم معلومی میکنم. به این خاطر این توحید بیان نمیکنه، وگرنه توحید در روز اول بیان میشه، رد شرک در روز اول میشه. خود تاسف در اینجاست. اگر شما نظر بکنی اما علما را از مقتدیایشان سوال بکنی که توحید و شرک میفهمه یعنی دمون نما نشسته است، میگه یا سخی صاحب، یا سخی صاحب ما تو را در پناه تو دادیم. اما عالم که 10 سالم تیر کرده مقتدیش اما عقیده شرک داره، این کدام عالم است؟ اما عالم 10 سال تیر کرده عملش یک دم بدعت است. حتی در نماز سنت های پیغمبر در کردن نمیتونه که به کدام طریقه باشه. خیر چطور تو وجدان خدا فریب داده روستی که میگی به حکمت ما کار میکنم؟ همین ملاهایی که میگه که ما به حکمت کار کردیم چقدر کار کرده؟ شما برای من یک دفعه نشان بده که اینی مسئله توحید بیان کرده، سنت جابجا کرده، چی را کرده؟ ما جناب عالم در روز اول که تو در جنایت مردم 6 روز دیدم من نمیتونی. اگر امروز ما در یک توی چی را در نکاح بستگی رفتم، گفتم چی جام در پیاله آب آورده بود، دم کرد دستمال سرش انداخته، 1-2 نفر شابالا و میشا میره. کجا میره؟ گفت میریم در اوجا در پولی عروس. چی میکنه؟ اونجا آب میخوریم. کی کشیده ایرا؟ بشیر
دقیقی مردم زن نامحرم میره، شما دو دانه چی بالکن دیگه هم قطتان قطی، ای شما چی محرمی او زن هسته؟ خیر این قرار شد یک مولوی صاحب که قطمه در اینجا بود، در کدام نکاح او هم همی ابتکار میکرد. وقتی که نکاح را بسته کرده بود و میرفت پیش عروس، یک گفته بود که نرو، اما مادرش از اون طرف آمده گفته مولوی بچهای دیگه کلش رفت در پیش عروس، بچه ما گناه کرده ها، تو دیگه را منع نکردی، یک بچه مرا دشمنی داری؟ آمد بچه خود کش کرده در پیش عروس برد. چرا؟ به خاطری که عمل انجام داده بود. تو در اول مرده اسقاط منع کو، باز بعد از دیگه روز تو اسقاطا را منع میتونی. اگر در یک مرده منع نمی، در دیگه مرده میخید منع میکنی و برات میگه چرا دین روز؟ اگر این حرام بود خود دین روز هم حرام بود، اگر حلال بود خود امروز چطور؟ چرا تو طور میکنی؟ عالم از روز اول پابند دین شد و از مردم هراس نداشت، آن چیزی که حق است بیان که هیچ پروایی نداره، باز گپت هر جای میچنه. اگر نه که روز اول قطعی مردم در تمام بدعت ها شریک هستی، دیگر روز میگی بدعت است، میگه تو خودت نکردی که بدعت بود، روز اول بدعت نبود. خود تاسف در اینجاست که یک تعداد علما همینطور خود فریب میده. در سال اول انتخابات کلگی میدوید که ما در پارلمان برسیم، خود سال دوم فتوای حرمت شرکت در انتخابات میکشن. چه فرقی بود؟ سال اول امریکا مداخله نداشت، سال اول انتخابات به می طریق دموکراسی نبود. چطور سال اول خود کاندید میکردی که برسم در پارلمان، امروز تو خود فتوا میدی که شرکت در انتخابات چی است؟ حرام است. عجیب است. مردم هوشیار خو یک دفعه میبینه که حل و حرمت از جانب الله است. حتی پیغمبر حلال و حرام نمیتونه، پیغمبر شارح است، پیغمبر واضح میکنه، بیان میکنه حلال و حرامه. حلال و حرام کاری کیست؟ الله متعال است. خود شما ملاها یک سال حرام میکنه، یک سال حلال میکنه، در این مجلس حلال میشه، در مجلس دیگه حرام میشه، این حل و حرمت شما در خود گرفته، شارعین خود جور کرده. این را بفهمه، درک بکنی واقعیت را که مردم چی میکنه. عجیب است. تا دین روز او جناب مولوی صاحب، تا دین روز توت نوروز خود تجلیل میکردی، بیرق قدادس در سر قبر میماندی، امروز در سر منبر میگی حرام است. ای از کجا؟ دین روز حلال بودی امروز حرام شد، از کجا میشه؟ اینجاست که نه، خود ای علما وجدان خود فریب نده. شما باید تفکیک بکنه، احکام اسلام خوب مطالعه دقیق بکنه که تدریج در کدام مسائل است. تدریج در مسئله شراب است، مسئله خوردن بود که عادت شده بود، طبیعت ثانی مردم گشته بود و یک دفعه حرام شدن یقینا که سری مردم دشوار تمام میشد. از او خاطر الله حرام کرد. در اینجا الله تبارک و تعالی بیان میکنه و یکی از جمله قاعده خیلی عمومی است، در زندگی انسان خیلی بر میخوره. مومن تنها اینطور نیست که یک کار بی سنجش انجام بده، بعد سنجش داشته باشه، ابعاد یک کار خوب نظر بگیره. پشتی سر میگه لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخره. مومن شخصیت متفکر است، در هر چیز فکر میکنه، همونطور سطحی و سرسری حرکت نمیکنه، قدم نمیمانه. در تمام اموری که تعلق به دنیا داره یا با آخرت داره، در کلش فکر میکنه. منفعت زیاد است یا مضرت زیاد است. چقدر یک قاعده عمومی را اگر ما یاد بگیریم، شما باور به الله بکنه، اگر معلومات دینی هم نداشته باشیم میتونیم تفکیک بکنیم که کدام کار حلال است و کدام کار حرام است. قرآن کریم در مرحله اول همین قسم بیان کرد. یسألونک عن الخمر والمیسر. از تو سوال داره پیغمبر علیه السلام در مورد شراب و در مورد قمار. قل فیهما اثم کبیر. خمر شراب میگه، خمر به خاطر خمر میگه، خمار چیزی پوشیدنی را میگه. سیاسرام که سری خدا میپوشانه چادر ای را به نام خمار یاد میکنه. شراب به خاطر شراب میکنه که سری عقل پرده میاره، عقل میپوشانه، تفکیک نمیتونی، عالی مست میشی، از او خاطر را خمر میگه. باز هر چیزی که مسکر است و مستی را پیدا میکنه به نام خمر یاد میشه. در صریح حدیث ذکر شده. این خاص به این نیست که حتما از انگور و از خرما جور شوه یا از گندم و جو جور شوه. نه، از هر چیزی که جور شوه که سبب مست شدن و سبب از بین بردن عقل میشه، این به نام شراب یاد میشه. امو گناهی که برای شراب ذکر شده در حدیث، در آیات قرآن کریم، امو برای هر شراب است. امروز نعوذ بالله مردم ای را افتخار خود میدانه که در میمانی شراب وجود داره. کم کم اگر ما گرایش به این ملت‌های مبتذل و ملت‌های ملحد پیدا بکنیم، خود که نعوذ بالله حقیقت دین خدا گم کردیم، عقل خودم از دست بدیم. ما گفته بودیم که اسلام در مورد 5 چیز بسیار اهتمام قوی داره. در مورد نفس، عقل، مال، آبرو و دین. این 5 چیز
زندگی انسان وابسته به می 5 چیز است. این 5 چیز باید تعارض نشود. اگر تعارض میشه الله جزایش مقرر کرده، الله برش قانون مقرر کرده که این قسم جزا داده شود. عقل یک جوهر خیلی قیمت بها در وجود انسان است. یک آدم دیوانه نعوذ بالله عورت خدا پرت نمیتونه، قطعی تو حتی کلام خوب گفته نمیتونه، لعاب دهنش روان میباشه، قطعی نجاست ها آلودگی ها چی است؟ یک تیکه آلوده است. میبینیم که عقل نداره، دیوانه است. حالی میبینیم که یک انسانی که عاقل است و دیوانه چقدر فرق داره، چقدر الله تبارک و تعالی توسط عقل یک انسانی واقعی جور کرده. از امو خاطر است الله حفاظت عقل ضروری دانسته که انسان باید حفاظت عقل خدا بکنه. هر چیزی که سبب از بین بردن عقل میشه باید ناروا باشه. اگر او شراب باشه، اگر او افیون و تریاک و گپا باشه، کلش حرام است و کلش اونمو قسم جزایی که با شراب مقرر است برای ازیم مقرر است. الله تبارک و تعالی در اینجا اول به خاطر آماده ساختن ذهن صحابه میگه قل فیه ما اثم کبیر، بگو که در بین اردویش گناه خیلی زیاد است. گناه چی را میگه؟ گناه او عملی که وجدان انسان، همت انسان، فکر انسان دیگه نمیمونه که بالا برای ترقی بکنه، مانع میشه، در رکود مواجه میکنه. آدمی گناهگار احساس میکنه که من دیگه در بدر هستم، عذاب دامنگیرم است. از او خاطر کسی که گناه نداره بسیار ذهن تازه داره، همیشه همینطور هیچ احساسی چی نمیکنه. یک روز نماز نخوان چقدر خود اینطور احساس میکنی که ما بسیار گناه عظیم کردیم. گناه انسان نمیگذاره که ترقی و پیشرفت بکنه. الله تبارک و تعالی میگه در قمار و شراب گناه خیلی زیاد است. و منافع للناس، برای مردم بعضی منفعت هم داره. منفعت کدام است؟ حالت مستی به انسان میاد، شاید درد و غم که سابق داشتی برای چند دقیقه امو درد و غم از فکرت بره. چرا مست میشی؟ عقلت متوجه امو سانحه و حوادث نیست، برای چند دقیقه ذهن آرام برات میاد یا تازگی و سرخی برات پیدا میشه. اما گناه از خیلی زیاد است، مفاسد از خیلی زیاد است. قرآن کریم اینطور یک جمله یا کلمه را بیان کرد که اینجا مسلمان و کافر کلگی برابر است. هر بشر باید این میره فکر بکنه که چطور است. قرآن کریم همی گپ گفت، دنیا سرش همی قرآن خوانده، سرش تحقیق کرده. یک دانشمند نوشته میکنه که اگر شراب در مملکت ما نشه، دانشمند فرانسوی است، ما ضمانت میکنم که نصف شفاخانه را ما دیگه جواب میدیم که ضرورت نداریم. چرا که نصف نفوس ما توسط شراب نوشی مبتلا به امراض گوناگون میشه. عالی الحمدلله دین مقدس اسلام که کدام چیز حرام میکنه دو مفاسد خیلی زیاد میباشه. تحقیق جدید ثابت کرد که شراب چقدر مفاسد اجتماعی داره، چقدر مفاسد اخلاقی داره، چقدر مفاسد اقتصادی داره. اقتصاد چقدر از بین برده میشه و چقدر مردم در بدر میشه. بلکه یکی از عواملی که خیلی زیاد بسیار تباکن است، رمز یا راز یک کسی را معلوم کردن در حالت مستی است. او را بیهوش بساز، بعد از او باز کلی وقایع را براتان بیان میکنه. کسایی که عملیات میکنن امو پیچکاری بیهوشی برش میکنه، نه امو پیچکاری امی شراب و الکل داره. از امو خاطر زمانی که نو به هوش میاد چیزایی میگه که سرش تیر شده، میگه نه. هر کس از امو دماغ خود بیان میکنه. در عملیات ها الله نشان نداد در شفاخانه ها رفته یا نه. وقتی که عملیات میشه، پس از عملیات که نزدیک به هوش آمدن میشه، هر شخص قطعی هر چیز که تعلقی زیاد داره قطعی اونمو چیز از دانشی میشه برآمده رایسته. در دنیای استعماری امروز زمانی که از یک مملکت رازایش توسط نفر استخباراتش معلوم میکنه او خود قائل نمیشه. نفر استخبارات یا نفر امنیت یک مملکت او خود دیگه که پرچم کنی راز مملکت خود به دشمن افشا نمیکنه. اما طریقه افشا کردن چیسته؟ این فقط پیچکاری بیهوشی میکنه یا شراب برش میده که در حالت مستی بازمو کلی رازای خود چی میکنه؟ بیان میکنه. این یکی از جمله راه شد. چقدر مفسده بزرگ است در غیر از او در حالت مستی. نعوذ بالله کس خواهر و زن خود فرق نمیتونه در حالت مستی. دو دشنام در حد نهایی است. اولی هر کس در کرده. اولی این موضوع آنقدر واضح و روشن است که ضرورت نیست که ما بیان کنیم که شراب چقدر مفاسد داشت. امروز
بالکل به سطح تجربه رسیده که شراب چه مفاسد عظیمی داره، جسمی، دینی، روحانی، مادی، کدام است؟ این کلش است سبب دشمنی ها میشه، دودش نام میشه، همه ای گپا. حالی دیدیمونه افیون و تریاق مردم در زیر پل رسان پلاستیک فروش جور میشه، پلاستیکای نجس دیگه جمع کنه، این گپا هست. همچنان قمار است، اگرچه میسر به خاطر میگه به طریق آسان یک چیزی مال برای چند دقیقه به دست آدم میآید، خب لیکن چی مفاسدی داره؟ قمارباز یکی از جمله عوامل بزرگش نمیسته، تنبل تربیه میشی، تو هیچ وقت دیگه اقدام نمیکنی که زحمت بکشی، محنت بکنی، کار بکنی و از راه حلال پیدا بکنی. چرا؟ تو گفتی به طریق آسان. طریق آسان همیشه به دست انسان نمیاد، از او خاطر پولی خود مصرف میکنی، کالای جانی تا در قمار میزنی، ها گلم میفروشی، قالین میفروشی، در سرحد میرسه که یک خانه و مسکن آرامشی تا هم در خود باقی نمیمانی. یک روز اهل و عیالت در موتور در میدان میبره و خانه تا مردم دیگه میگیره. به خاطر چی؟ که تو اینی کار کرده ای که زود ما پیسه را به دست بیارم. امروز نظام جهان تقریبا به قمار پیش میره، او این مفاسد خیلی بزرگ به بار آورده. قمار آنقدر فساد اخلاقی را به بار میاره که مردم نعوذ بالله دیگه تلاش میکنه راه آسان برای ما همیسته. در افغانستان ما شیوه های دیگر را در دست گرفته. قمار خونمو برد و باخت میگه که در خطر میباشه که آیا میبرم یا نمیبرم، چیز در او انداخته ای، این را به نام قمار یاد میکنه. اونجا هم این قسم حالت ها در زمان جاهلیت بوده خیلی زیاد. الله تبارک و تعالی گفت که گناه از این خیلی زیاد است. امروز قمار از جمله چیزای حرام است، اما دنیای فعلی ما یا جهان استعماری ما رنگ دیگه میده، شکل دیگه میگیره. شما این شبکه های شیطانی را بگویید، این موبایلا این شبکه ها از راه های دیگه مردم لچ کرد، تباه کرد. ایام طریق قمار است. الا ای صندوق گنجینه است، الا در این نام شرکت کو، زنگ بزن دینمی قدر شماره خدا دا چی مسابقه انعام داخل کو. این تکت لاتری است، تو وقتی که زنگ میزنی در روپیت مصرف میشه، تو به 10 روپه در اونمو مسابقه شریک شدی، مثل که کلگی 10 روپه پرته در آخر باز به یک نفر 10 لک برآید. شما خبر داری که توسط از چقدر پولی شما را از جیب امی دنیای کفر میبره. یک شبکه کم از کم 10 میلیون نفوس افغانستان، اما کمش 3 میلیون نمیگم 10 میلیون در شبکه شریک است. وقتی که 10 میلیون 10 روپه را مسیج کنه برای او شبکه 10,000 بیده که چند شد؟ 100 میلیون روپه را گرفته و او اعلان کرده که 1 میلیون افغانی برای شما انعام داده میشه. پیش میپرته صحیح است؟ یک نفر بگو 1 میلیون میدن، 99 میلیون روپیه تو را چی کرد؟ بگو به جیب خود زد. تو نمیفهمی این تیکت لاتری است، این قمار است. افسوس خویست که ملاهای ما الله رحم بکنه یاره که در صحنه تلویزیونا میایه خود مفتی معرفی میکنه، شما باور به الله بکنه عجیب است که امروز کدام مقام شده هر کس در پرده تلویزیون مفتی است، چیزی را میگه ایره فتوا میده که در هیچ کدام مضایقه نیست. شما خبر داری شبکه شینل بود که حالا یک ماشینه که از دروغ آورده بود، مردم فریب داده تباه کرد مردم به نام شینل، امو قسم به نام گنجینه، به نام های مختلف. شما ببینید که از کدام راه شما را ضربه میزنه امی دنیای کفر. امروز نظام دنیا مکمل سری قمار استوار است، نعوذ بالله کلش قمار است. مسلمان باید خیلی زیاد زیرک باشه، فکر بکنه پولی ما در کجا میره و چه قسم میره، این تربت نشوه. قرآن کریم میگه که اثمهما کبیر، گناه از یا خیلی زیاد است و منافع للناس، یک کمی منفعت برای مردم است. در شرابم در قمارم یک نفر شاید یکی به یکی ناگهانی در 1 ساعت میلیونر شوه، اما میبینی که آدم در کدام حالت باز میرسه، انجام و عاقبتش در کدام سرحد میرسه. بلکه این تلاش میکنه امی آدم قمارباز وقتی همه چیزی خدا بایداد دیگه چیز پیدا نمیکنه، مجبور است که دست به دزدی بزنه، حتما یک چیزی مال پیدا کنه که در میدان همونطور خالی نباشه. امیدی از این داره که کدام میدان نبرده بتانم، لیکن میدان بردن در الله معلوم، خویی در بدری دیش آمده. الله میگه و اثمهما اکبر من نفعهما، گناه امی اردو خیلی زیاد است از منفعت. چرا؟ منفعت زودگذر است، پشت سر خود مضرات خیلی قوی داره، اما گناه از این خیلی زیاد است. چرا؟ گناه دینی داره، گناه اجتماعی داره، گناه اقتصادی داره و جسمی داره، سبب بروز امراض گوناگون میشه امی شراب.
تحقیقات جدید حالی ثابت میکنه که کسی که شراب میخوره با جوان دیگری که شراب نمیخوره در عمرشان در برابر 35 در برابر 52. یعنی یک کسی که شراب نخورده عمر وسطش 52 سال است، اما کسی که شراب میخوره عمر وسطش 35 سال کاهش پیدا میکنه. این گپا عالی تحقیق شده، طب جدیدم این گپا را ثابت کرده. الحمدلله یکی از جمله تاییدات نظام مقدس اسلام است که اسلام کدام چیزا را حرام کرده که او واقعا در جامعه خیلی ضرر زیاد داره. در هر دو مسئله که مسئله شراب و چی شد قمار شد، الله تبارک و تعالی اول این مرحله مشورت بود، فقط آماده ساختن ذهن صحابه کرام برای از اینکه یک روز اگر حکم حرام بیا کلگی آماده باشه که بعد از او خلاف ازی عمل نکنه. و الحمدلله امیر قمام شد که صحابه امی قدر اطاعت کردن که هیچ پرسان نکو. و یکی از جمله امتیازات نظام مقدس اسلام برای ما ثابت شد. بعد از او یسالونک ماذا ينفقون، دیگه سوال کرده صحابه، سوال میکنه از توی پیغمبر اسلام چی چیزا مصرف کنه، در این مورد چی چیزا خرج بکنه. قل العفو، الله جواب میگه که بگو که عفو چند معنا داره. در میانه مصرف کنه، چیزی که زاید از ضرورت تا نسوره مصرف بکنه. عفو یعنی کسی بدگویی و ظلم سرت میکنه تو در گذر بکنی را عفو میگه. خو اینجا این معنایی که آن چیزی که زاید از ضرورت است او را شما مصرف بکنه. الله تبارک و تعالی میگه چی چیزا مصرف و عفو ایرم میگه آن چیزی که ارزشی بیشتر داره، قیمتی بیشتر به پیش تو داره، یعنی تو در وقت مصرف چیزای بیکاره را در میدان مصرف پیش نکو، آن چیزی که ارزش داره امور باید تو صدقه کنی و مصرف بکنی. این معنا هم درست است، لیکن معنایی که زاید از ضرورت است این خیلی مناسب است. الله تبارک و تعالی میگه سوال چی میشه؟ چرا سوال میکنی چی چیزا مصرف کنیم؟ آن چیزی که از تو زاید است، تو برش ضرورت نداره، از نیازی تو زاید است، امور مصرف کرده برو. عبیدالله سندی رحمه الله یکی از جمله علمایی که در پاکستان در صدد انقلاب بود، علیه انگلیسا تحریک میکرد، مردم در جهاد دعوت میداد. او به این خاطر که این موضوع را تا یک جایی را پشتیبانی پیدا بکنه در حکومت افغانستان هم آمد، از حکومت افغانستان مطالبه کمک ها کرده. بسیار مردم در جنگ به خاطر کشیدن انگلیس ها سرزمین هندوستان و پاکستان، بسیار مردم در افغانستان سرازیر شده، از این دولت کمک خواسته، حتی با روسیه ارتباط گرفته. عبیدالله سندی یک عالمی است که با لنین ملاقات کرد، رفت به می خاطر. اما قتل لنین با وصفی که یک آدمی که نعوذ بالله دنیا را به خون کشاند، اما قوی فکری قوی داشت و بسیار کتابان نوشته کرد و میخواست از این راه مردم نعوذ بالله به یک راه دیگه بکشانه، خود یک مؤسس انقلاب بزرگ معرفی بکنه، رهبری قوی بشریت معرفی بکنه. از او خاطر او مطالعه زیاد میکرد، حتی مطالعه اسلام هم میکرد. سری عبیدالله سندی انتقاد کرد که اسلام خوب نظام است، خوب دین است، اما موضوع اقتصادی نداره، هیچ موضوع اقتصادی در اونجا ذکر نشده و همچنان غمی مردم نخورده. عبیدالله سندی هم یک آیت برش گفت و یسالونک ماذا ينفقون، از تو سوال داره پیغمبر علیه السلام چی چیزا مصرف کنن، چی چیز لیاقت ازیره داره که بعد به هر کس داده شود. الله گفت قل العفو، آن چیزی که زاید از ضرورت است. گفت لنین گریان کرد که کاش ما از اول دین اسلام معلومات قوی می داشتم، این نظریه پوچی خودم ما به مردم پیش نمی کردم. یقینا که اسلام اموتر نظام است. وقتی اینطور گفته، این موضوعی بود که ما در سر زبان خود گرفته بودم، انقلاب توسط اینمی شعار خود پیش بردم، به خاطر که می گفتم آن چیزی که زاید از ضرورت است باید به برادر دیگه داده شود. مردم سر نمازی مرا دوست می داشتن و قطمه همراه می شدن و این موضوع است که 1400 سال پیش قرآن ای را بیان کرده. پس ما ابتکار جدید نکردیم، بلکه ما اینطور فکر میکردم که سخنی است که فقط ما میگم در جهان، کسی دیگری هم قائل به این نیست و با می سخن مردم دعوت میدم. ولی 1400 سال پیش کتاب الله ای را بیان کرده، از او خاطر گفت گریان کرد که کاش که ما از اول خبر می بودم و آلی برآمده نمیتونم، چرا مردم مرا فرا گرفته، این نظریه شده، مردم ایره پذیرفته، آلی چون عقیده دیگه خو نداشت، آخرت توی گپا را عقیده نداشت. یقینا اسلام همین گپا بر ما میگه، بس از کفایت میکنه. هر انسان اگر چیزی زایدی ضرورت خود داره و یک مسلمان دیگه که به همین ضرورت داره بده، دیگه چی نظام باقی ماند؟
چه مشکل باقی ماند؟ باز خود دیگه کلگی علی سویه زندگی میکنه. من زاید ضرورت موبایل دارم، با کسی که موبایل نداره، هر دو برابر شدیم. و موبایل دار شد، من موبایل دار شدم. ولی زاید ضرورت یک چیزی دیگه داره، او برای من میده. من برق ندارم، او برق داره، برق برای من داد. ولی کل کار معلوم میشه که زندگی دنیا یک دم هماهنگی چیز متقابل است، که هر کس آن چیزی که در دسترس قرار داره در دسترس دیگران قرار بده. نجاری خدا، گرانگری خدا، علم خدا، دریوری خدا. هر کس الله که کدام استعداد برش داد از استعداد خود چیزی را ساخته میتونه، او را پیش کنه در میدان، در دسترس دیگه قرار بده. اینی را مردم میگه زاید از ضرورت. خلاص زاید از ضرورت خرج کرده بری. كذلك يبين الله لكم الآيات. اینمی قسم که الله برای خود احکام واضح بیان میکنه، اینمی قسم الله براتون بیان میکنه احکام دیگه خودم. چرا؟ لعلكم تتفکرون، بخاطری که شما صاحبان فکر جور شوه، بیاندیشه، همونطور سطحی هر کار انجام ندیم. از او خاطر میگه فی الدنیا و الاخره، تفکر در دنیا و آخرت بکنه. بسیار درس عظیم است. قرآن ما را دعوت میده ما تفکر بکنیم در امور دنیای خود هم و در امور آخرت خود هم. یقینا هر کسی که در زندگی خود فکر کرده، جوانبی که کدام هدف پیش میبره کلی جوانبش فکر کرده، گاهی هم پشیمان نمیشه، گاهی هم خسارمند نمیشه. چرا فکر میکنه من در اینمی هدف میرم، چه قسم وسایل در کار پرتم، کی میرسم در این هدف، آیا این هدف چقدر مضرات دنبال داره و چقدر فایده ها را دنبال داره. بس از زندگی خانواده گرفته تا زندگی مادی خود، تجارت میکنی، کسب و کار میکنی، زراعت میکنی، موتر میچلانی، هر کاری که میکنی فکر دهش بکن. الله ما را دعوت میده که بعد شما فکر بکنه. چرا؟ در فکر کردن به انسان جوانب قضیه روشن میشه. حتی در خوردن نوشیدن، ایره بخورم نخورم. دمی رمضان مبارک وقتی که بگاه خیلی انسان حواسش خیلی پیدا شده برای خوردن زیاد، نوشیدن زیاد، لیکن یک مرتبه تو فکر بکن که این برای ما منفعت داره یا مضرت داره. سیسته که نفس و اعمال تقاضا داره، لیکن پسانترش چی وقایع رخ میده. تو از اون طرف هم خوردی، از اون طرف هم خورد، معده ضعیف بود، یک دم اپندکس شدی، برو بخیر دیگه تا طرف دکتر بده. نه، فکر نمیکنی. اگر ما در زندگی خود فکر بکنیم ناکام نمیشیم. قرآن ما را دعوت به فکر میده. از او خاطر الله گفت که در شراب و در قمار باید شما فکر بکنی. فکر انسان در جایی میرسانه که یقینا دیگه ناکام نمیشی، نه تنها در دنیا و آخرت. در مورد آخرت هم باید فکر شوه، تنها دنیا مد نظر انسان نباشه، یک جانب آدم در نظر نگیره. از او خاطر قرآن ما را دعوت میده هر امر جانب دینیش هم در نظر بگی، دنیویش هم در نظر بگی، جانب دنیایش هم در نظر بگی، آخرتش هم در نظر بگی. صحیحه که از نگاه دنیا اینی عمل خب برام خوب است، اما از نگاه آخرت چطور است؟ خب اینی خب از نگاه مادی برام خوب است، از نگاه اخلاقی چطور است؟ امروز در دفترها، در جاهایی که اختلاط مرد و زن است، هر کس خوشحال است، میگه ساعتم خوب دیر میشه اونجا، معاشم دبل است. اما تو میدانی که چقدر فساد اخلاقی در تو پیدا میشه. تو از جاده انسانیت کم کم برآمده میری، روزی میرسه که نعوذ بالله زندگی حیوانی را اختیار میکنی. غرب امروز فاقد کدام چیز است؟ از نگاه مادیات پیشرفته ترین مردم است. همه وسایل زندگی آسایش برش موجود است. چه چیز فاقدش است؟ بگوی زندگی روحانی و معنوی وجود نداره. در اونجا فضای صمیمیت نیست، محبت نیست، نسب و نیست، صله رحمی وجود نداره. از همون خاطر کسای دانشمندایی که در غرب مطالعه میکنه و میگه غرب هر چیز داره، خو یک چیز نداره که عقیده و اخلاق و معنویت است، این را فاقدش است. از همون خاطر امروز زندگی غربیا زندگی چیست؟ انسانی نیست، حیوانی است. همه امورش خوردن به شکل حیوان است، آمیزش جنسی به شکل چی است؟ حیوان است. نعوذ بالله. روبرو شدن با مردم به شکل حیوان است. در حقیقت زندگی انسانی در اونجا وجود نداره اگر کسی حقیقت بدانه و درک بکنه. از او خاطر قرآن ما را میگه هر چیز جوانب دنیا و آخرتش انسان در نظر بگیره، مطابق از او عمل بکنه. وقتی این گپ بر ما شد ازدواج میکنیم، چی فکر بکنیم؟ یک دختری خیلی قشنگ و زیباست اما اخلاقی غلط داره، نادرست داره، تو باید سنجش بکنی که امری یک روزه نیست، پشت سر بیای ان شاء الله. امر یک روزه نیست. ما تنها مسئله
محبت چی نیست که ما به خاطر 2 روز زندگی هوسرانی را پیش ببریم خیر و خلاص. نه، ما صاحب اولاد میشیم. خانه یک قانون خیلی بزرگی تربیت است. دایی چطور زن بکار است که یقینا لیاقت ازیر داره، ایرا پیش برده میتونه، یک مدرسه تربیتی را در آخر رسانده میتونه یا نمیتونه؟ فکر باید شوه. اگر فکر شوه انسان ناکام نمیمانه. خب بس اوقات انسان از کوتاه نظری، از نظرهای سطحی کار میگیره، دچار عظیم مشکلات میشه. هیچ وقت سطحی نظر ده هیچ امر نداشته باشه، عمیق نظر داشته باشه، فکر بکنه. قرآن همی دعوت بر ما میده. یا و یسالونک عن الیتاما، سوم سوال است. سوال میکنه از توی پیغمبر علیه السلام در مورد یتیما. چرا سوال میکنه؟ آیت های سوره نساء در مورد یتیما که الله تبارک و تعالی میگه که کسی مال یتیم میخوره مثل که آتش جهنم ده شکم خود بندازه. از همون خاطر صحابه خو از عذاب آخرت خیلی خوف و هراس زیاد داشت، حتی تا سرحدی رسید که بعضی یتیما را بیخی جدا کرد، مالش جدا کرد، خودش جدا کرد، نان نفقیش بیخی جدا کرد و یک نوع ظلم برای یتیما میشد. چرا؟ مالشان در معرض نعوذ بالله فنا شدن میگرفت. کی کار میکرد در مال یتیم؟ به این خاطر که من خود از گناه نگاه بکنم. سرپرستی یتیم کی میکرد؟ یک نفر که برای خود دیگ میکنه مصرفش چقدر است؟ اگر یک نفر قطعی 10 نفر دیگ میکنه چقدر تقلیل در مصرف میاد؟ در یک اتاقی که چند نفر زندگی میکنه 10 نفر یک جای شوه سرشان کم پیسه میاد، یا یک نفر که برای خود مستقل دیگ میکنه کدامش؟ 10 نفر خیلی کم است. این ضرر بود برای ایتام. الله تبارک و تعالی وقتی صحابه سوال کردند در مورد ایتام، الله قوانینی را وضع کرد، بیان را کرد که نه، یتیمی طور نیست که از او جدایی شود، بلکه منظور جلوگیری از خوردن مال یتیم است به بهانه ها، به حیله ها. نعوذ بالله مال یتیم قطعی مال خود یک جا میکنی، مال خوب از او را به خود اختصاص میدی، باز بعد بر از او میکشی. اما تو اسبابش در مورد استعمال قرار میدی، 10 سال بعد نه توشکش باقی میمانه، نامش نه لیفش باقی میمانه. اما اسباب یتیم در استفاده قرار دادی. اینجا ظلم بالای یتیم میشه. از همچون ظلم جلوگیری شود. مخالطت و یک جایی با یتیم، همچنان مالشان سرپرستی کردن خودشان، این ممنوع نیست. گپ است که یتیم لحاظ شود، حفاظت جان مال شود. این مطلوب است به نزد الله تبارک و تعالی. الله میفرما و یسالونک عن الیتاما، سوال میکنه از توی پیغمبر علیه السلام در مورد یتام. قل بگوی پیغمبر علیه السلام اصلاح لهم خیر. اصلی مقصد در یتیمایی است، اصلاح برای یتیمایی خیلی بهتر است. الله اراده داره که یتیم اصلاح شود. آدمی بی سرپرست است، کسی غمیش نمیخوره، تو باید در مورد مال از اصلاح مالش هم تو نظر بکنی. مالش قطعی خود در مزاربت پرتو سری مالش کار بکو که نفقیش از همون مال شود. یکی اصلاح جانش هم بکو، تربیه بدنی، تربیه دینی، تربیه تعلیمی مکمل برای ایتام تدابیر بگیره که یا اصلاح باشه، یا احساسی از زیر نکنه که ما پدر نداریم، یا نعوذ بالله کسانی نباشه که هیچ کس برش نگوید که قرابشی برش اینطور کسی پیدا نشه، خب بازی آزاد میشه، هر کاری که از دستش میکنه. از همون خاطر است که الله تبارک و تعالی میگه منظور اصلاح است. آل اصلاح به کدام صورت میشه؟ قل و ان تخالطوهم فاخوانکم، اگر شما قطعی از یک جا میشوید، یک جا زندگی میکنی، فاخوانکم برادر دینی شماست، مثل یک برادر دینی که تو زندگی میکنی، مال قطع شراکت میکنی یا دکان شراکت میکنی، مکمل میشه. اما رعایت خیر و خوبی یتیم باید در نظر باشه. بل اینطور هم نمیشه که یک آدم اینطور فکر میکنه در ظاهر که من مال یتیم قطعی مال خود یک جا میکنم به خاطر که مالش نمو بکنه، دهی زیاد شوه، لیکن قصدی دیسته که نعوذ بالله بهانه و بهانه مال زیر از بین ببری. اینجا الله میگه والله یعلم المفسد، الله میدانه کسی که فساد اراده داره مفسد است، من المصلح است کسی که اصلاح یتیمه در نظر گرفته، مالش خودش قطعی خود یک جا میسازه، کلگی را الله تفکیک میکنه، جدا میکنه. حتی عقیده و نیت اراده ای که داری الله میدانه. مطلق مخالطت گناه نیست. مال یتیمه که قطعی خود یک جا میکنی گناه نیست. ولو شاء الله، اگر الله میخواست لعنتکم، شما را تکلیف و مشقت واقع میکرد، امر میکرد که جدا زندگی کنه و بعد از او تمام مسئولیت هم در دوش شما میگذاشت، بسیار سرتان سخت تمام میشد. لیکن الله تبارک و تعالی قانونی سخت مقرر نکرد، حالی برای شما اجازه داد مال یتیم قطعی مال خود یک جا کو
معلوم است مقدارش. حالی تو سرمایه، کلی سرمایه 10 لک افغانی است، 2 لک از یتیم است. 10 لک افغانی را در دکان انداختی، کار از توسته. تو یا ایسته که مزدوری تا همه روزه بگی، یا معاش ماهانه به خود مقرر کو، یا ایسته که نه به طریق مضاربت که پول و کار کردنی فایدهش نصف باشه. نصف فایده که برآمد در 10 لک افغانی تقسیم کو. آن چیزی که یسی 2 لک میرسه برای زود داده برو. آسان گپ است، هیچ کدام سختی نیست. الله سرتان آسانی را آورد. ان الله عزیز حکیم، یقینا الله تبارک و تعالی زبردست ذات است. اگر بخواه انتقام از کسی که سر یتیم ظلم میکنه انتقام از پیش گرفته میتونه. حکیم، الله حکیم است، هیچ حکم خارج از طاقت انسان نمیکنه که انسان وسش نرسه و ی حکم بکنه. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، به نکاح نگیری زنان مشرکه تا ای که ایمان بیاره. دیگه حکم در اینجا. البته چرا این مسائل در از اول که شروع شده بود از مسئله شراب و قمار، مسئله اقتصادی بود، مادی بود، به خاطر که اقتصاد در خطر میافتاد الله تبارک و تعالی گفت او باید رعایت شود. بعد از او به این خاطر که اقتصاد نمو بکنه انسان کلی سرمایه را قط خود نگیره، چیزی زایده به فقیر هم بده. قل العفو در اونجا هم رشد اقتصادی بود. بعد از او مال یتیم که یکی از جمله سرمایه هاست، اموتور راکت نباشه، که جامد نباشه، که قرار افتاده باشه سرش کار نشوه. الله تبارک و تعالی چقدر اهمیت میده اقتصاده که حتی امو پولی کمی که در یک گوشه است او را باید در کار بندازی، نمو بکنه، او زیاد شوه، ترقی بکنه. شما یکی با دیگه دست بده و این را بالا ببره. چرا سرمایه ها را اموتور جامد نسازی، در کار پرته تا که رشد اقتصادی، جامعه رشد اقتصادی بکنه. اینجا الله تبارک و تعالی اشاره به این میکنه که یکی از جمله فساداتی که در جامعه میشه از اقتصاد پیدا میشه. دوم فسادی که میشه از نعوذ بالله دین و عقیده پیدا میشه. اینجا مثل که فساد از اقتصاد تباه کن است، این هم قسم فساد عقیده هم تباه کن است. موضوع چی موضوع است؟ زنان مشرک در نکاح گرفتن نمیتونه ولو که خیلی مالدار است، خوب مال و سرمایه داره و خوب زیبایی و قشنگی داره. الله تبارک و تعالی تا حدی را ای را میاره که یک کنیزی که کنیز است، رنگ خوب هم نداره، خوب با دیانت است، بهتر است از او زنی که مشرک است خو مالدار و خوب جمالدار است. قرآن مقایسه میکنه زن مشرک با زن کنیز که عقیده داره. اینجا است که برای ما و شما ای اونمو امر میکنه که لعلکم تتفکرون فی الدنیا و الاخره، در امور دنیا و آخرت تفکر بکنی. حالی یک زن است کنیز است، رنگ زیبایی هم نداره، کنیز است، یعنی خدمت به دیگران میکنه، خو لیکن عقیده صحیح داره، او بهتر است از او زنی که مشرک است و مالدار است. این حکم چرا دو فایده را در خود داره. یک فایده است که مبادا مسلمانان یک دفعه فتوحات اضافه میشه، بعد از رو بیاره طرف اینمی طور زنا و زنای مسلمان نعوذ بالله همونطور باقی بمانه. چرا امروز اگر به مردم اجازه داده شود مردم تفکیک نمیتونه آینده زندگی خدا. امو زنایی که نعوذ بالله لچ میگرده، خوب فیشن میکنه، خود اعضای خود خوب نمایان میکنه، مردم امو را خوش میکنه. اما تو راستی نیست، اما در حقیقت و انجام آگاهی نداره که سرنوشت کجا میرسه. این سبب از این نشوه که زنای مسلمان از نکاح باقی بمانه. یک فایده شی بود. دوم فایده این قاعده است که هرگاه مخالطت و همراهی قطع کسی پیدا شوه و او کس آلوده باشه، حتما خوی و بوی اونمو مردم در تو هم پیدا میشه. چرا که هر قدر مجالست تو نشست و برخاست باشه از امون مردم نفرت کم میشه. امروز دنیای کفر که استعمار امروزی زیاد تلاش داره قطعی ما و شما بشینه مجلس کنه، اینا به خاطر چی میکنه؟ که امون نفرتی که قرآن با یهود و نصارا و با مشرکین اعلان میکنه این نفرت از بین بره. امروز امون طور شده یا نه؟ قطعی تو مسلمان نفرت داره، قطعی یهود و نصارا نفرت نداره. او را عزت میده، تو را نعوذ بالله عقب مانده فکر میکنه، تو را کونه فکر میگه، او را دانشمند و مترقی میگه. این به خاطر است که دنیا استعمار فهمیده که ما به چی وجه میتونیم خود داخل جامعه مسلمان ها بسازیم. قرآن کریم میگه پاره برای ما میگه که نه، قطعی کفار، قطعی کسی که فساد اخلاقی داره، دینی داره، مخالطت نشست و برخاست خوب نیست. چرا؟ به خاطر که خوی و خاصیت از او در تو تاثیر میکنه. محیط خیلی مؤثر است. در کدام محول و محیط زندگی میکنی بسیار سری انسان تاثیر اندازه. اگر او محول محیط دینی باشه سری تو بالکل تاثیر دینی میاد. اگر او محول محیط خراب باشه
بس دیگه سری تو تاثیر میکنه. وقتی که در مکران مردم زندگی میکنه ازار زینه دخترای پایین میشه که حجاب هیچ دیده نمیشه، سری تو ریشخند میزنه، تو مجبور هستی که آینده حجابی دور کنی. محیط سر تاثیر میکنه، امور رقم جور میشی. قرآن کریم امیر میگه باز مسئله عمر است. چرا؟ زن شریک زندگی است، زن مادر اولاد است، زن تربیت کننده یا مربی کانونی خانواده است. این باید چه قسم انسان باشه؟ مطمئن باشی که اولادی درست تربیت کنه یعنی که غلط تربیت بکنه؟ نه، قطعا نه. باید انسان در این مورد فکر بکنه. قرآن امیر میگه ولا تنکحوا المشرکات، شما نکاح نکنه زن مشرکه حتی یؤمنن، تا ای که ایمان بیاره. تا که ایمان نآورده قطعی زن مشرک نکاح حرام است. اگر کسی نکاح میکنه نعوذ بالله الزناست. اما بعد از مهاجرت، بعد از دی افغانستان که انقلاب پیدا شد، مختلف مردم ما در مختلف مملکت ها رفته، امونجا بدون از اینکه و اسلام آورده باشه قطعشان ازدواج میکنه. نمیفهمه. یکی از جمله ریش سفیدا خودش برای ما واقعات بیان کرد، یقینا بسیار واقعاتی در داور بود. چرا گفت نمیفهمیدیم. نعوذ بالله توافق می آمد، فکر میکردیم این زنی واقعی ماست. پس آن میگه کلمه کار کرد که تو چی میکنی؟ این چه قسم است؟ دین خوی طور نگفته ولی زن بری تو شده میتونه. بعد از او ترک کردیم. امروز بسیار مردم ما مبتلا به میگه پاسته، نمیفهمد، درک نمیکنه. قرآن میگه قطعی زن مشرک نکاح نمیشه. ولا امة مؤمنة، یقینا کنیزی که مؤمن باشه خیر بهتر است از 1000 زنی مشرک کرده، من مشرکتین از زنی مشرک کرده. اگرچه او آزاد است، خیلی مالدار است، زیبایی و جمال داره. ولو اعجبتکم، اگرچه شما را تعجب مندازه جمال از او، زیبایی از او، مال از او، آزادی از او را، مهارت از او را. ولا مخو پشتی چی میگردم؟ کامپیوتر یاد داره، معاش داره، در فلانی دفتر کار داره، او را پشتش میگردم. قرآن برات میگه نکو زندگی تا خراب و ابتر نکو. یقینا امروز خو این گپا بالکل واقعیت داره، سند است، تجربه بزرگ است که کدام زن قطعی تو زندگی میکنه، کدام زن آبروی تا میخره، کدام زن آبروی پدری تا میخره، کدام زن آبروی برادر و مادری تا نگاه میکنه. تو خوب سنجش بکو بازو تور زنه. نه زنی که بیاری خو سبا برادرت نامبد باشه قطعش، او را محکم گرفته باشه، نعوذ بالله تو رم چپیلاخ کاری کنه. نه اعلام میتونی در بدر خاک بسر میشی. افسوسی نیسته. الحمدلله دین اسلام ما را به کدام طرف دعوت میده و دنیای کفر کدام طرف دعوت میده؟ دنیای کفر میگه ضرورت به نکاح نیست، کارا کلگی برابر شوه. امو کاری که مرد میکنه دکاندار امو را زن هم بکنه، در فابریکه کلگی یکسان باشه، خلاص باز دیگه زن و مرد یک جای میشه. ضرورت به نکاح کجاست؟ زندگی حیوانی امیره میگه که تفکیک نمیشه. افسوس است که بازم مردمای خیلی عقلمند ما در سطح وزارت هاست، لیکن دخترایش نعوذ بالله مثل دخترای فرانسه وارث، زنش مثل زن آلمانی وارث، در بازار میگرده، رفت و آمد داره. چرا؟ ای مسلمان، الله تبارک و تعالی چی برات میگه؟ تو چه قسم مسلمان هستی؟ افتخار سری چی میکنی؟ شما خود تجربه کنی. امو کسایی که نعوذ بالله با می سیستم زندگی میکنه، زندگی خوبی نداره، جنجال در خانوادهش پیداست، منجر به طلاق میشه. یک روز زن از توست خو لیکن سرحدش در دیگه جای میبره. نکو. اسلام که کدام قوانین و ضوابط گذاشته بسیار اهمیت زیاد داره، مصلحت خیلی زیاد داره. آزادی را به این سیستم نده. ولا تنکحوا المشرکین، به نکاح نده مردای مشرکه. شما دخترایتان همشیره هایتان ندی به مشرکین به نکاح حتی یؤمنوا، تا ای که ایمان بیاره. چرا؟ ولا عبد مؤمن، غلامی که خیلی بدرنگ مالم نداره، غلام است مؤمن باشه خیرون بهتر است من مشرکین، از مرد مشرک کرده. ولو اعجبکم، اگر چی خوشی شما میاد، شما را در تعجب انداخته، اما مشرک مالش، جمالش، آزادیش، مهارتش، علمش، دکتریش، انجینریش نه وارد نظر نگیره. قرآن ما را اونجا گفته بود لعلکم تتفکرون، فکر بکنی. فکر بهترین چیز است، خصوصا در ازدواج بسیار عمیق فکر بکنی. بعضی جوانای طور است فقط یک دختر، نه دل مرا برده، ما که اون نباشه نمیشه. نه دل مرا برده چی؟ زن برای چی است؟ تو یک دفعه فکر بکو که زن منظورش نعوذ بالله هوسرانی نیست. زن این خشت اول اجتماع است، ازدواج.
اجتماع و معاشره زینمی جور میشه، این صاحب اولاد میشه، تو صاحب اولاد میشی، تو رشته ها و اقارب خیلی زیاد پیدا میکنی که آلی درک بکنه، بدانه از ضمیر تو خبر باشه که تو چی رقم ضمیر داری و مطابق ضمیر تو زندگی بکنه. همین قسم بعضی دخترها یک بچه لوچک و فاسقه محکم گرفته می باشه که هرچه پیشنهادا برش میشه پیشنهادا میشه که دیگه جای نه، ما دلی مرا برده. دلی تا چی برده؟ آلی الله علتش میگه، فلسفیش کدام است؟ ببینی که مقایسه چی رقم میشه. اولئک یدعون الی النار، امی مردم مشرک دعوت به سوی آتش جهنم میده. تو خود زندگی دنیا را در نظر گرفته که شوفش دنیا را 4 روز این طرف بده و طرف بده، در چمن دست به دست بگر قطع از او عکسا بگی، اوجا عکس بگی، در اونجا قطع گل عکس بگی، قطع زن عکس بگی، عکسای در اینترنت هم تیت شده رایسته. خوش به ایستی که این شهرت پیدا کردم. الله برات میگه دعوت به سوی آتش میده. این کارا کلش دعوت به سوی آتش چی است؟ جهنم. چرا؟ او مشرک است نماز نمیخونه، تو هم بی نماز میسازه. او مشرک است شراب میخوره، تو هم یک روز عادت به شراب میکنه. او مشرک است فرقی نمیکنه تو شوهر یا کسی دیگری که قطش این جرمه، باز تو هم عادت به این میکنه که تو هم امرای کسی دیگری باشه. قرآن چقدر مقایسه عظیمه بر ما بیان میکنه. بس همین یک گپ کفایت میکنه. اولئک یدعون الی النار، این مردم ها فقط در آتش تو را دعوت میده. معلوم شد که مقایسه مسائل مادی با دین خیلی زیاد مسافه دور داره. دین معتبر است. دختری را بگی که دین داشته باشه، بچه را بگی که دین داشته باشه، با خانواده ارتباط خیشی بکو که دین داره. خیر است غریب است فقیر است، خانه گلی داره، نه موتر داره، نه کشوفش داره، لیکن عزت داره، آبرو داره، حیثیت تو را باز میشناسه، قطع تو زندگی میکنه، سختی را متحمل میشه. تو باید درک بکنی. قرآن ما را دعوت میده مقایسه دین. همیشه معیار باید پیش انسان دین باشه، این مال و متاع دنیا نباشه. با تاسف که امروزی غلط چی شده، فلانی نه دکتر نیستم من نمیگیرم شه، انجینر نیستم من نمیگیرم شه، در خارج نیستم من نمیگیرم شه، اینی کارا را میکنه. خب با تاسف که تعالی را کم از کم 10 خواهر از امو افراد در خارج زندگی میکنه، نکاح میکنه، لیکن اینجا نه الاس و نه کالاس، هیچ حیثیت انسان هم برش قائل نیسته، در جنجال باقی مانده که چه قسم زندگی بکنه. پیش خودم مراجعه کرده و از پیش ما مشوره ها طلب کرده که چی کنیم، علت کجاست؟ علت این همیسته او مردم لاوبالیست، در قصه زی نیست. 4 روز میاه قطی تو ترنگ خود خوش تیر میکنه، باز میره، باز تو دیادت نیستی و احساس مسئولیت نمیکنه که من زن دارم، و احساس مسئولیت نمیکنه که اولاد پیدا شوه، خانواده تنظیم شوه. نه این گپا نداره. قرآن به یک نقطه خلاصه کرد که اولئک یدعون الی النار، این مردم آدم دعوت به آتش میده. تجربه کنیم کدام زنی که بیدین باشه رفته در کدام خانه، مرد خودم بیدین ساخته الا ماشاءالله. خیلی کم مرد است که یقینا زیر فشار زن نرفته باشه یا زن زیر فشار مرد نرفته باشه. دیگه خو همو گپ است. چرا که خوی و بوی خصلت از او در یک خانه سری تو بسیار تاثیر داره. والله یدعو الی الجنه والمغفره، الله دعوت میده به سوی جنت و بخشش باذنه، به فرمان و حکم خود. الله میگه که ای بنده تلاش جنت بکو. جنت کی حاصل میشه؟ خوشا به حال او شوهری که زنش آیسته آیسته در رویش آب میزنه میخیزانش که بخی تهجد بخون. در حدیث همینطور است، در حدیث همینطور است که شوهر میخیزه با زن خود همینطور قطع آب در رویش میزنه که بخی تهجد بخون، و زن میخیزه شوهر خود او به او تلاش داره که تو نماز چرا نخوندی، او به او میگه. یعنی اونو وقت زندگی پیش میره که هر کدام خود ملتزم به احکام الله داشته باشه، که ملتزم به حکم الله به نماز داشته باشه، ملتزم به حقی تو نداره، بالکل حقوقی تو را مراعات میکنه، امری تو را مراعات میکنه. چرا؟ او پابند دین است. دین برش فرمان داده که تو اطاعت شوهر بکن. اگر شوهر همینطور ملتزم به نماز و به عبادت الله است، و حتما میفهمه که رجال قوامون علی النساء، من مسئولیت خیلی خطیر و بزرگ در مورد اولاد خود دارم، ما باید بسیار مراقبت جدی از اولاد خود بکنم. اما در صورتی که عقیده و دین نباشه این مسائل هیچ است. قرآن امیره برای ما میگه که الله شما را دعوت به سوی جنت و مغفرت میده. یقینا جنت کدام جنت است؟ در این دنیا هم جنت وقت است
که زن صالح انسان باشه، که تربیت اولاد خوب بکنه، عفت و پاک دامنی داشته باشه، عزت تو را نگاه بکنه، همین جنت است. جنت چی را میگه؟ اینمی جنت است در دنیا برای تو. نباشه جنگ جدل، هر چیزی میمانت، پدرت، مادرت، اقاربت کلگی بیاید همین طور برای دعا بکنه که الله برادری ما را، الله بچه ما را اینی قسم چی بده، چی زنی است، همه اخلاق است، همه ادب است، همه یک دم احترام و تعظیم است. اینطور نه که سنو باشه کشک از مویای خوشی خود ده چپلاق کاری که تو اینجا چی زندگی داری. دین روز چیستا یکی از خواهر آمده بود، الله رحم بکنه، سخت حالت است. امی تلویزیونای چیستا مزخرف، امی فیلمای مزخرف روان باشه، شما شاهد صحنه های خیلی بزرگ شوی، خیلی زیاد بزرگ شوی. الله رحم بکنه، بسیار سخت است. الله ما شما را نگاه بکنه. و یبین آیاتی، واضح بیان میکنه الله احکام خدا، للناس برای مصلحت مردم، برای فهم مردم، لعلهم یتذکرون، شاید که مردم نصیحت بپذیره. چقدر نصیحتی خوب است، چقدر نصیحتی خوب است که آدم پشت دین بگرده. خلاص پشت دین بگرد، الله دیگه گپار خود به خود جور میکنه. خود تو پشت دین بگرد. از اینکه در مشوره نیک الله براتان مشوره داده در مورد نکاح، الله براتان چی مشوره داد ایره در ذهنتان بگیره. اگر بچه هستی، اگر دختر هستی، اگر فامیل هستی. و یسالونک عن المحیض، سوال میکنه از توی پیغمبر علیه السلام. در اونجا اجتناب از نجاست بزرگ بود که شرک اکبر بود. کسی که مشرک بود از او دور داشته باش، آل نجاست اصغر است. و یسالونک، از تو سوال میکنه پیغمبر علیه السلام، عن المحیض، از حالت حیض، یعنی زنانی که در حالت حیض قرار داره، آیا آمیزشان بستری امرایشان چطور است؟ قل بگوی پیغمبر علیه السلام، هو اذن، امی حالت حیض حالت اذیت است. فاعتزلوا النساء، شما اجتناب کنی از زنا فی المحیض، در حالت حیض. ولا تقربوهن، نزدیک نشوی برش، حتی یطهرن، تا که پاک شوند، یعنی خون بند شوه. فاذا تطهرن، وقتی که خب خدا پاک کردن، غسل کردن. فاتوهن، آمدن کنی، من حیث امرکم الله، یعنی شما اختلاط جنسی بکنه از او جایی که الله امر کرده شما را. ان الله یحب التوابین، یقینا الله تبارک و تعالی دوست داره او کسانی که توبه کننده است، بار بار رجوع به سوی الله میکنه در مورد قصور و کوتاهی خود. و یحب المتطهرین، دوست داره الله کسایی که تکلف، یعنی خیلی طاقت خود خرج میکنه در پاک بازی و پاک کردن، خود پاک نگاه میکنه. این سوال هم شده. سوال چرا شده؟ در مدینه منوره یهود سکونت داشتن. یهود چی میکردن؟ یهود با زن اینطور یک معامله میکرد که حتی انسان هم نمیشمرد. در حالت مریضی زن، قطع زن نشست و برخاست حرام بود. حتی اگر دستشان در دست زنی حایزه میخورد و دست خود باز میشوشتن، نعوذ بالله، میگه نجس شد. نان از دریچه به او طور زن میپرتافتن. قطعش مجالسات، نشست، برخاست و قطعا نبود. از همین عمل یهود یک تعداد مردم مدینه منوره متاثر شده بودند. یا هم قطع زن ها همونطور روش خشونت آمیز و نعوذ بالله نفرت آمیزش شروع کرده بودند. و او طرف نصارا قطع دمی حالت مریضی هم هیچ نوع چیره باقی نداشتن، نشست، برخاست، حتی آمیزش جنسی و ای گپا را هم انجام میدادند. اسلام دین وسط است، همیشه هیچ جای افراط و تفریط نمیکنه. پروردگار جل جلاله حکم روان کرد که در این حالت اجتناب بکاره است. چرا؟ قرآن کریم گفت هو اذن. اذن یک کلمه است که خیلی جامع است. سبب اذیت است، ضرر است. سبب ضرر برای زن، سبب ضرر برای مرد، سبب ضرر برای ولد. ارسش طب جدید ثابت میکنه که کسی در حالت حیض همبستری میکنه با زن خود، بسا اوقات این منجر به عقم میشه، بالکل اولاد دیگه ختم میشه. بعضی اوقات مرض پیدا میشه در وجود خود مرد، بعضی اوقات در وجود خود زن. انواع مرضات توسط ازی پیدا میشه. چرا؟ تحقیقات خیلی تفصیلواری ازیره دکترها میکنه که چه حالت در او حالت اگر کسی آمیزش میکنه رغبت انسان کم میباشه، با از او که طبیعت انسان قبول نداره، ولی بازم اونجا در رحم مادر انواع دیگرگونی ها را به وجود میاره. حتی بعضی اوقات امو آمادگی که رحم مادر داره برای پذیرش اسپرم مرد، امو را دیگه از بین میبره، دیگه خلاص میشه. طب جدید آلی امروز دیگه پارا ثابت میکنه. قرآن 1400 سال پیش فقط به کلمه ازی تمام مفاسد چی کرد؟
انگشت نما کرده بود که شما در این حالت یک جا شده نمیتونه. اما اینطور نیست که نعوذ بالله زن نجس باشه، قابل نشست و برخاست نباشه. از عایشه رضی الله عنها مادر مؤمنان سوال شد که پیغمبر علیه السلام در حالت مریضی چه میکرد؟ گفت پیغمبر منع میکرد فقط نکاره، دیگه هیچ چیزی دیگر منع نبود. یعنی حتی چیستا یک جا خوابا میکرد پیغمبر علیه السلام، فقط از جای نکاح خودداری میکرد، دیگه خیر و خلاص، دیگه چیز منع نیست. حتی بوسه کردن و گپا هم منع نیست. چرا اسلام دینی وسط است، در افراط و تفرید نیست. نه یهود داره که زن نعوذ بالله بیخی یک حیوان فکر بکنه، و نه نصارا واره که هیچ اجتناب نباشه. نعوذ بالله الله تبارک و تعالی این حکم روان کرد و در اینجا برای مسلمانان دستور داد که یقینا دستور مناسب و خیلی موزون است و آن چیزی است که یقینا کسی در تکلیف واقع نمیشه تا وقتی که پاک شوند زنا حتی یطهرن. وقتی که پاک شوند، اگرچه بعضی مفسرین میگه با مطلق بند شدن و یک وقت نماز سرش تیر شدن باز جایز است هم بستری کردن، مثل در فقه حنفی هم طور است. اما قرآن کریم فیضا تطهر نمیگه، زمانی که خوب پاک شوند و خوب پاک شدن توسط غسل است، بعد از او باید هم بستری شود، غیر از او هم بستری نشود. در اینجا یکی از جمله موضوعاتی که مرا وادار به این کرد که رو به حدیث بیارم، من موضوع خود براتان میگم چرا تعلق و رابط با حدیث زیاد پیدا شد. یک وقت ما فقه را میخواندم، در فقه امو بزرگترین عالم مثل صاحب بحر رایق ابن نجیم ابن عابدین رحمت الله علیه که فتاوای شامی داره، معتبرترین فتاوای احناف است، او گفته بود که موضوع خیلی سخت است. ما قطعی خود فکر کردم که موضوعات مریضی معواری قدر سخت باشه، خیر این زنای بیچاره که سالا در خانه نشسته، حتی در مسائل درس هم حاضر نشده، در ترجمه قرآن هم حاضر نشده، از کجا میدانن این مسائل چی بکنن یا چی نکنن؟ در فقه هم این موضوعات چیسته حل نشده. شما که ببینید شرح وقایع را طور متخلل گرفته که طور متخلل صورتایش میگیره سرت گیج میشه و بگوه بازم تو مسئله را نمیفهمی. خب الله تبارک و تعالی دین خدا آسان روان کرده که هر کس سرش عمل بکنه. وقتی تو عالمی موضوع را نمیفهمی خیلی چطور باشه؟ وقتی مراجعه در حدیث کردم کلی موضوعات همی مریضی در 3 حدیث جمع شده بود و حل شده بود. اونجا گفتم که الحمدلله هیچ گپی باقی نمانده. حدیث آنقدر این موضوع را آسان بیان کرده بود، زن معلومات کافی در مورد خود داره، این خونه به طریق درست میشناسه، وقتی میایه وقتی که بند میشه کلی گپا واضح است. اگر نه که ما مسلک بگیریم در فقه حنفی طور است، اگر این خون دوام تا 3 روز نکرد این خون حیض نیست، اگر 3 روز دوام کرد باز خون حیض شمرده میشه. خب خیلی خوب، اگر 3 روز دوام نکرد این خون حیض نیست. امی اول که این خون دید زن نماز بخونه یا نخونه؟ اگر نخونه حالی 3 روز تیر شد خب پوره نکرد، 24 ساعتی چند میشه؟ بگوید 72 ساعت پوره نکرد، در 71 ساعتی بند شد دیگه هیچ خون نآمد، خلاص شدی مریضی نآمد. این 3 روز خو این حیض نشد به نزد تو. 71 ساعت تیر کرد، 3 روز نمازا را 5 چند نماز شد؟ 15 نماز سرازی شده. این را قضا بیاره یا نبیاره؟ اگر نبیاره خو تو گفتی که مریضی نبود، پس نماز سرازی فرض بود، او فرض خو بدون یا ادا بگوی یا یک حکم شریعت برات بگوی که ساقط شده دیگه ساقط نمیشه. اگر نمیگی که قضا بیاره در حرج واقع میشه زن. چرا در حالت مریضی زن نمازهای خود قضا میاره؟ نه. از عایشه رضی الله عنها سوال شد که نمازها در حالت مریضی قضا ورده میشه؟ گفت نه. روزه ورده میشه؟ گفت بله. گفت چرا؟ گفت الله اینمی حکم کرده. باز بعد از او که پافشاری میکرد زن، عایشه رضی الله عنها گفت حروریتون انت؟ تو حروری هستی؟ یعنی از حروره یک منطقه در عراق بود و پشتی چون و چرا زیاد میگشتن. میگه تو از اونجا هستی که قدر پشتی ازی میگردید؟ بس حکم الله اینمیست. قضا رمضان دیارو شیره قضای نماز نبیار. خود چی میکنی این علی حنفی؟ ایران مانده. این مسئله و موضوع را در یک فقه حنفی هم نگفته، تنها جنتی کالی یا بهشتی زیور که برش میگه. مولانا که کسی سوالم کرده بود درست که چی رقم کتاب است، این موضوع را باز اونجا گفت. او یک کمی تفصیل کرده یک چیزی حاصل میشه. حاصل چی رقم شوه؟ آلی ما قضا بگویم یا نگویم؟ در بدر خاک بسر میشه زن. اگر قضا سرش میگی 15 نمازه پس قضا ورده بیار.
حالی بشینه فقط زن دیگه کار روزگار نداره، قضا آورده بره. اگر نه که نبیاره نماز از پیشش رفته، چطور کنیم؟ باز حد اکثره. نه، برای ما معلوم شد که یک زن در یک ماه 3-4 مرتبه مریضی سرش میاد که مریضی می آمد، خلاص بند است که بند شد، غسل میکنه، نمازهای خدا میخونه. هر وقت که باز آمد باز هم قسم است. در یک ماه 3-4 دفعه آدم مریض شده میتونه. حد اکثر و اقل مریضی ماهواری نداره، طور متخلل نداره، هیچ نداره. در حدیثی گپا قطعا ذکر نشده، در آثار ذکر شده، کلش ضعیف است، کلش ضعیف است. فقط زنا یکیش معتاد است که عادت داره، یکی به اعتبار رنگ شناخته میشه. یک زنی که حتی نه عادت داره نه رنگ، عالی از امثال خود شناخته میشه، مثلا از مثل خود، از همشیره خود، از خاله خود که چند روز عادت داره، همون قدر روزا را در عادت تیر میکنه، دیگه غسل میکنه، نمازهای خدا میخونه. از این خاطر تاسف در اینجاست که موضوعات الله در قرآن ذکر میکنه، اما در معاشره ما اگر مولا در ترجمه قرآن میگه مردم سرش میخیزه. این گپای بی حیایی را نعوذ بالله مولوی دا لاسپیکر میگه. این گپای بی حیایی است؟ گپی که الله گفته باشه او گپی بی حیایی است؟ خب ما زنای ما خیلی حیای کامل داره، یا زنای صحابه کرام یا ازواج مطهرات. فاطمه بنت ابی حبیش رضی الله عنها آمد، فاطمه بنت حبیش رضی الله عنها آمد با پیغمبر علیه السلام میگه یا رسول الله مریضی من زیاد است چی کنم؟ او میگه بند کشه. باز میگه زیاد است، میگه لگام برش پرتو. باز میگه زیاد است. پیغمبر علیه السلام تا این اندازه را که میگه در تشت بشی، در تشت بشی، یعنی علاج بیان میکنه. اونجا زن خودش مستقیم میایه از پیغمبر علیه السلام، آنقدر دقیق پرسان میکنه که ایران ببانی. او زنی بی حیا نبود، او در این خاطر این سوالا را میکرد که مبادا وقت نماز بیا، نماز سر ما فرض باشه و ما نماز نخوانم، در روز قیامت از پیشم سوال شود که چرا نماز نخواندی. فهمیدین ضرور است. اما امروز در معاشره ما زنای ما بیچاره، مردا ملا نمیفهمه که ملا نفهمد، مردا نمیفهمه که مردا نفهمید، زنا نمیفهمه. چطور بکنه؟ از امو خاطر است که نعوذ بالله مردم مبتلاست دمی حالت مریضی، نعوذ بالله اجتناب از هم بستری نمیکنه، هیچ باک نمیدانه، خصوصا در حالتی که نو عروس میشه و توی میکنه. این گپا قطعا نادرست است ولی با تاسف که مردم مبتلاست. حتی در وقتی طور مریضی ها از راه های دیگه نعوذ بالله استفاده میکنه. قرآن کریم اینا پشت سر بر ما میگه این از جهالت است. این کسی که این کارا را میکنه گناه کبیره است. ولی در حالت همین ماهواری اب مستری کردن اگر کسی حلال بدانه کافر میشه نعوذ بالله. چرا که الله حرام کرده تو حلال میدانیشه، اگر حلال ندانی گناه کبیره کرده. لیکن مردم نمیفهمه بیچاره، حیران میمانی. چرا؟ به خاطر که ترجمه قرآن نشونیده. او مولا صاحب در سر منبری موضوعات نمیگه، باز مردم سرش میخیزه میکششه که تو گپای بیایایی را گفتی، گپای زنا را گفتی. این امور طبیعی است. در قضای حاجت میری یک امر طبیعی است یا امر طبیعی است. الله تبارک و تعالی همین قسم گذاشته. این بعد واضح شوه، بیان شوه، مردم بدونه دین خدا. قرآن بیان میکنه فاعتزلوا النساء فی المحیض، در حالت حیض از زنا اجتناب بکنه. مراد از اجتناب فقط نکاح است، جای نکاح از او اجتناب است. دیگه خواب کردن، نشستن، خوردن، نوشیدن، گپا کلش جایز است، مثل یهود واره چی نباشه. ولا تقربوهن، نزدیک نشوی، حتی یطهرن، مراد از نزدیکی هم بستری کردن است. فاذا تطهرن، وقتی که خوب غسل بکنه، پاک کنه خدا. فآتوهن، آمدن کنه، من حیث امرکم الله، از او جهتی که الله براتان امر کرده، یعنی بعد از طهارت. کدام جایی که الله امر کرده بری تو اجازه داده از اونجا تو آمدن بکن، نه ای که نعوذ بالله از راه غلط باشه. بعضی مردم ها در اینطور حالتا راه های دیگری را تلاش میکنه. ان الله یحب التوابین، یقینا الله دوست داره کسایی که توبه کننده است، رجوع به سوی الله میکنه. رجوع به سوی الله بیسته، احکام خدا آگاه میکنه که حکم الله در این مورد چیسته. یا اگر قصور و کوتاهی از پیش شده باشه الله دروازه را بند نمیکنه. از این پیش یک آدم این مسائل اج نمیفهمید، امروز آیت قرآن شنیده توبه میکنه به سوی الله، رجوع به سوی الله میکنه، استغفار طلب میکنه، الله بخشش میکنه. و یحب المتطهرین، دوست داره الله کسایی که خیلی مبالغه در پاکی میکنه. سعی کنی پاکی را الله دوست داره. همیشه تلاش پاکی کردن است. انسان
پاکی را اختیار بکنه. نساؤکم حرث لکم، زنان شما کشزار شماست. فاتو آمدن کنی حرثکم به کشزارتان، الناشئتم به کدام کیفیتی که شما خوش داره. و قدموا لانفسکم، پیش بفرسته برای نفسایتان، یعنی در نظر بگیری و اولاد صالحی که حیثیت عمل پیش فرستاده را داره. واتقوا الله، بترسی از الله تبارک و تعالی. واعلموا، بدانی انکم ملاقو، که شما رو برو شونده است به امر الله تبارک و تعالی. و بشر المؤمنین، خوشخبری بده با او کسایی که ایمان و عقیده سالم داره، به الله تسلیم است. در اینجا الله میگه نساؤکم حرث لکم، در دو جهت اشاره میکنه. یک جهت اشاره میکنه زنان شما مزرعه یعنی کشزار شما است. چرا اینطور میگه؟ اشاره میکنه نعوذ بالله که ای انسان، ای مؤمنا، شما از راهی که مناسب الله اجازه داده از او را آمدن بکنه. چرا؟ هیچ وقت نعوذ بالله نطفه را ضایع نسازی، غلط استعمال نکنه، به خاطر که بقای انسانی، زندگی انسانی موقوف بالای خوردن چیز مواد خوراک است که از زمین به دست میاری. اگر در زمین چیزی خوب میکاری خوب، اگر بد میکاری بد، اگر هیچ نمیکاری آخر مواجه گرسنگی میشی، از بین میری. دو چیز بر ما گفت. پس اینجا انسان عمل غلط و ناشایسته را انجام نده. زنا تنها محل قضای شهوت نیست، هوسرانی نیست، بلکه زنان مزرعه است. تو در اونجا از کدام راهی که الله برات اجازه داده از او را هم بستری بکو، به خاطر که بقای نسل انسانی مربوط به اوسته. راه های دیگری را قطعا غلط است، نادرست استفاده نشوه. دوم، اهمیت زنا را در جامعه بیان میکنه که ای مردم، کسایی که خشونت علیه زنا داره، آیا وا سبب و وسیله برای بقای نسل انسانی نیست؟ آیا اولادی که پیدا میشه از کجا؟ تربیت که اولاد میکنه از کجا میشه؟ شما باید اینمی قسم سری زمین خود مردم سر میده، در زمین خود کسی را شریک نمیدانه که کارو کسب بکنه. هر کس تلاش داره در زمین خود چیزی خوب بکاره و زمین خوب بخره. قرآن بر انسان اینایی درس ها را میگه. زن که میگیره زن صالحه باشه، زمین خوب باشه، بعد از او کشدار خوب باشه. اینمی قسم انسان مطالبه اولاد صالح را بکنه. چرا؟ به خاطر که در حدیث میاد الله تبارک و تعالی اولاد مشابه صدقه جاریه مسجد و مدرسه ساخته. انسان وقتی وفات میکنه کلی عملش منقطع میشه، مگر 3 عمل، 3 چیز باقی میمانه. علم نافع که نفرسانده، کتاب تصنیف کرده، شاگرد تربیت کرده، دیگه صدقه جاریه، مسجد جور کرده، پل جور کرده، راه جور کرده، سربند جور کرده، چا کنده، مدرسه جور کرده که در اونجا مردم استفاده کرده رایسته. سوم، اولاد صالحی که بری تو دعا میکنه. اولاد صالح به مثل صدقه جاریه است. اوست که نامتم بلند میکنه، اوست که برات دعا میکنه، نماز میخونه دعا میکنه، تلاوت میکنه دعا میکنه، روزه میگیره دعا میکنه. اولاد صالح همیشه با کسایی که پیش رفته از پیششان، اگر پدرایشان است، اگر برادرای و خواهرایشان است، کلشان دعا. ما و شما همیشه دعا نمیکنیم؟ دعا میکنیم. از این خاطر اینجا انسان که وقتی هم بستری میکنه منظورش قضای شهوت نباشه. اولاد صالحی که یقینا برای خود پیش میفرستی، برای خود پیش میفرستی، اولاد صالح است، به خاطر که عمل از تو قطع شریک هستی. چرا؟ اولاد آدم از کسب خود آدم است. قرآن امی در ساره بر ما میگه، برخلاف جامعه حیوانی امروزی غرب که امروز غیر از هوسرانی چیزی دیگری اونجا مطلوب نیست. از همون خاطر است که بندوباری ها در اونجا بابار آورده. اما قرآن ما را میگه اینی حیثیت است، نساؤکم حرث لکم. پس در کدام جای محلی که کشت است از همون استفاده میشه. و همچنان الله اجازه میده کیفیت های مختلفه، استاده، نشسته، خواب، چیسته، کلش. اما محل یکی باشه دیگه کلی کیفیت ها را الله اجازه داده. یعنی لذت حاصل کردن الله تبارک و تعالی کدام پابندی نگذاشته، پابندی در محل گذاشته و انسان باید اراده خیر و درست داشته باشه. از این خاطر الله بر ما میگه فاتو حرثکم، بیای به کشزارتان الناشئتم، به کدام کیفیتی که شما خوش داره. و قدموا لانفسکم، پیش بفرسته برای نفسایتان اولاد صالحی که در نظر گرفته او را در نظر بگیره. واتقوا الله، این امور کی رعایت میکنه؟ این پابندی را کی میتونه؟ از زن و شوهر از حالاتش غیر از الله دیگه کس خبر نداره. کی امی احکام الله را جاری میتونه سرید بزور؟ هیچ کس نمیتونه. الله در این طور موارد برای میگه واتقوا الله، از الله بترس. الله است، هر کاری که تو میکنی از الله پوشیده نیست.
اگر در رمضان کار میکنی، اگر غلط کار میکنی، از راه دیگه میای، نعوذ بالله، این کلش به الله معلوم است. او الله برات میگه واعلموا انکم ملاقوه، بدانی یقین کنی که شما روبرو شدنی با امرای الله تبارک و تعالی است. به الله چی جواب میگیم؟ الله برات میگه که انسان ما تو را پیدا کردیم، همه قوت ها یا غرایزی که در وجودت است الله تبارک و تعالی در حدود جوابگوی امو غرایزی تا مقرر کرده و تعیین کرده. چرا تو حدود مراعات نکردی؟ تو انسان بودی یا حیوان؟ نعوذ بالله، کدامش بودی؟ فرق تو حیوان میشد یا نشد؟ چی جواب کسی داشته باشه اونجا بگوید که انسان خود کنترل نکنه، مطابق حدود الله رفتار نکنه. انسان از این خاطر است. چرا میکر؟ امی محدودیت ها مانده شده برای منفعت خودی ماست. ما خود گفتم براتان که اگر امی حدود نباشه تو نیستی. نعوذ بالله، اگر مطابق فرمان الله زندگی نشوه انسان در دنیا به وجود نمیاد، باز طرف دیگه میره. و بشر المؤمنین، خوشخبری برای مؤمنا بده. الله میگه مؤمن کیسته؟ که پابند دین و نظام الله است، کل زندگیش در تفکر آخرت تیر میشه، مطابق حدود و فرمان الله تبارک و تعالی عمل میکنه. الله میگه اینمی قسم مردمان را خوشخبری بده که کامیابی از یاست. ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم، ظلم هایی که بالای زنا صورت میگرفت الله سر از او عالی رد میکنه. یکی از جمله صورت های ظلمی بود که یک تعداد مردم قسم میخورد، گفت به زن خود نزدیک نمیشم، نه حقی از او را پوره میکرد و نه طلاق میداد که خلاص میشد از این. بیچاره همونطور مانده بود. الله تبارک و تعالی این ظلم از بین برد. کسی که قسم میخوره، اصلا موضوع قسم اینجا که بیان میشه این مقدمه است برای موضوع قسم خوردن از نزدیک شدن به زن است که به زنا قسم میخور که نزدیک نمیشم. الله حد مقرر کرد تا 4 ماه را، بعد از 4 ماه تو دیگه اختیار نداری، یا طلاق یا پس رجوع به زن، دیگه راه نداری. حکومت تو را مجبور میکنه، قاضی دیگه تو را مجبور میکنه. زنی تو نیست که برای تو اینجا نشسته باشه، نه ایله نه کاله، او برای خود حقوق داره، حق از او را بپرداز، ده غیر از اونه. خب قبل از او مسئله قسم یاد میکنه. ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم، نگردانی نام الله را عرضة نشانه لایمانکم برای قسمایتان که هر دفعه هر کاری خرد و کلان که میکنه والله بالله تلا گفته رایسته اینطور کار نکنه. در این صورت عرضة معرض قسمتان نام الله را قرار ندید. هر خرد و کلان و چیسته سخنایی که میگه فقط والله بالله میگه. چرا؟ نام الله عظیم است، قابل قدر است. انسان تا که ضرورت پیدا نشده باید یاد نکنه. البته قسم خوردن این جایز است، این منع نیست. پیغمبر علیه السلام در بسیار موارد والذی نفسی بیده قسم میخوره. این تو نیست. عوام ما میگه قسم الله از حق و ناحقش آدم نگاه کنه. این گپ غلط است. از ناحق الله آدم نگاه کنه، نه از حق. در جای حق آدم قسم یاد میکنه به خاطری که مخاطبت باور بکنه تو برش یاد میکنی. به الله قسم که ما نصیحت و خیرخواهی تو را چیسته میخوایم. ما منظورم است که تو از داخل جنت شوی در دوزخ نروی. از این خاطری سخن را برات میگم، قسم برش یاد میکنی. چرا که یکی از جمله مواردی که مخاطب سر انسان اعتماد میکنه چیست؟ قسم است. اما امیطور لاوبالی و در هر وقت و وعده نام الله را یاد کردن این درست نیست. نام الله قدر و قیمت زیاد داره، از او خاطر تو باید اجتناب بکنی، همونطور در هر جای استعمال نکنی. عایشه رضی الله عنها یک مرتبه خوارزادهش عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه برش گفت که ای عایشه یک قدر صدقه میکنی، یک قدر صدقه میکنی. یعنی منظورش انتقاد بالای ازی بود که تو برای خود هم چیزی را نمیمانی. حتی او یک قدر صدقه میکرد که بیگاه در روزه افطاری خودم چیزی باقی نمیماند. از او خاطر انتقاد میکرد که تو غیر صدقه به خودم چیز نمیمانی. دیگه قسم خورد که قطعت گپ نمیزنم. چرا قسم خورد؟ خود تو خوارزاده مرا از صدقه و کاری خیر منع میکنی، انتقادت سر کاری خیر است. تو چطور خوارزاده هستی من دیگه قطعت گپ نمیزنم. این بیچاره در هر طرف می آمد پیشنهاد میکرد، عایشه را گپ نمیزد. آخر یک مرتبه از چی خیمه میتون ناگهان داخل شد سر عایشه رضی الله عنها. قسم خورد که از پیغمبر علیه السلام شنیدم که کسی که تا 3 روزه گپ نزنه و در مو حالت وفات بکنه جایش جهنم است. عایشه رضی الله عنها قطعش سخن گفت. چرا؟ به خاطری که حدیث شنید که پیغمبر فرموده بود که از 3 روز اضافه با یک مسلمان قطع کلام باید نشود، به مورد بدون وجه شرعی. یکی وجه شرعی داره
یک آدم قتی کسی گپ به خاطر نمیزنه روزه را میخوره بنگی برالا، نماز نمیخونه، شراب میخوره، دو دشنام به دین میده. قطعی طور مردمات ترک کلام بالکل درست است، شریعت اجازه داده. صحابه کرام صرف به خاطر نشریک شدن در جنگ تبوک از جهت ناراستی تا 50 روز صحابه کرام و پیغمبر قطع از حتی سلام منع کرده بود. این وجه شرعی است و این درست است، اما بدون وجه شرعی قطع یک مسلمان نگپ زدن این تقاطع است. این تقاطع میگه، قطع تعلقه و قطع صله رحمی میه. از همون خاطر پیغمبر سخت وعید گفته که اگر از 3 روز زیاد مردم کلامت قطع کرد و وفات کرد جایش جهنم است. عایشه رضی الله عنها سخن گفت، قسم خود میده کرد، حالی حانس شد. قسم کفاره داره، اول آزاد کردن غلام است، دوم اگر غلام پیدا نمیشه باز 10 مسکین باید کالا بدی یا 10 مسکین یک واده طعام بدی. اگر این اردورم پیدا نتونستی، توان نداشتی، باز 3 روز روزه گرفتن پی در پی است. در روز زمان خود غلاما بوده. عایشه رضی الله عنها 40 غلام آزاد کرد. چند؟ 40 غلام آزاد کرد به خاطر کفاره، حالان که کفاره به یک آزاد کردن غلام میشد و سری از او گریان میکرد که ما بی حرمتی نام کی را کردیم؟ الله تعالی را کرد. ولی خب ببینید 40 غلام آزاد کرده صرف به خاطر که ما در یک کار نام الله را گرفته بودم، او کار باز انجام دادم. چرا نام الله را گرفتم؟ هنوزم گریان میکرد که ما حق نام الله را، عزت عظمت نام الله را نکرده. ما امروز ببینیم سریامی قسم مال حرام کمایی کرده را استیم، نعوذ بالله، به نام الله. تو چطور مسلمان هستی که نام الله را ذریعه به خوردن مال حرام میکنی؟ بسیار سخت است. به این ترجمه نام الله را نشانه جور نکنی که هر گپ بزنی به الله قسم با بالله بتالله ای گپا را نگویی. یک مسئله ان تبرو که شما نیکی کنه، ولا تجعل الله نگردان نام الله را عرضتا نشانه لایمانکم برای قسمایتان. ان تبرو که شما نیکی کنه و تقوا را اختیار کنه و تصلح اصلاح بکنه بین الناس در بین مردم. یک کار که میکنه نام الله را قسم یاد میکنه، نکنی هیچ قسم یاد نکنی، همونطور نیکی بکنی، همونطور تقوا را نام الله را در با ضرورت که پیدا بشه کار مهم است نام الله را یاد کنی. یک ترجمه است. دوم ترجمه ولا تجعل الله نگردانی نام الله را عرضتا مانع لایمانکم برای قسمایتان، برای قسمایتان مانع جور نکنه. چرا؟ ان تبرو از اینکه شما نیکی کنه، شما میگه قسم خوردیم از او خاطر من نیکی خطی فلانی نمیکنم، و تتقوا تقوا را اختیار کنه و تصلح بین الناس اصلاح در بین مردم بکنه. اگر قسم یاد کرده که من قسم دیگه در بین از یا اصلاح نمیکنم، انسان خود غضب میشه، یک دو نفر نصیحت میکنه جور نمیه، قسم میکنه که دیگه من قطع از یا هیچ سر کار ندارم. الله میگه نه، نام الله را مانع برای اصلاح از یا نگردانی، اصلاح در بین از یا بکن، قسم تمیده کو. این دو ترجمه. سوم ترجمه ولا تجعل الله عرضة لایمانکم، شما نگردانی نام الله را نشانه برای قسمایتان. ان تبروا و تتقوا که شما نیکی میکنه، یا الله تبروا که نیکی نکنه، و تتقوا ولا تتقوا تقوا نکنه، و تصلحوا ولا تصلحوا صلح نکنه بین الناس در بین مردم. که ما قسم خوردیم از او خاطر نه تقوا میکنیم، نه نیکی میکنیم، نه صلح میکنیم، نه نام الله را مانع جور برای از او نکنیم. آلی قسم انسان که میخوره، اگر قسم از امر خیر خورده یا واجب است یا مستحب است یا سنت است، قسم خوردی من در جماعت نمیرم، قسم خوردی قطی فلانی چیز رابطه نمیکنم، سلام برش نمیندازم، این کارای خیر است. از اگر قسم خوردی دستی خود حانس کو، برو گپ بزن، سلام پرتو، کفاره قسم بده. چرا؟ این کاری خیر است. از کاری خیر قسم مانع به خود جور نکن، از کاری خیر مانع برای خود جور نکن. بعد کاری خیر انجام بدی و قسم تمیده کنی، کفاره ش بدی. آلی یکی قسم خوردن از او چیزی است که ما آینده اینی کاری خراب نمیکنم، اونجا باز باید سری قسم دستاده باشی، خود حانس نکو. چرا؟ نام الله را گرفته یا احترام نام الله تقاضای از این را میکنه که می کاری خراب در آینده هر قدر که میشه نکنی، اینطور نکنی. چرا که نام الله قابل احترام و تعظیم است، این را در نظر بگی. بله اگر کاری خیر تو قسم خورده بودی، نه اونجا حانس کو خدا کفاره بده. از امو خاطر است اگر کسی قسم خورده ما در ترجمه نمیرم، قسم خورده در جماعت نمیرم، قسم خورده در خانه همشیریم نمیرم،
قسم خورده در جنازه فلانی شریک نمیشم، قسم خورده در بین دو نفر صلح نمیکنم. نه، این قسم ها را میده که کفارش بده، لیکن این کارای نیک انجام بده. چرا که قسم مانع برای انجام کارای نیک جور نکن. آلی قسم موضوعش آمد، قسم همیشه یا به ذات الله یا به صفات الله خورده میشه، خلاص به هیچ چیز دیگر قسم نمیشه، حتی به نام پیغمبر. اگر کسی خوردم نه کفاره داره نه حنس داره، هیچ حکم سرش مرتب نمیشه. مردم سری بچه خود قسم میخوره، سری کعبه قسم میخوره، سری پیغمبر قسم میخوره، سری زنجیری پیغمبر، این طوری قسم ها شرافت قسم میخوره. این گپا کلش نادرست است. بلکه در حدیث صحیح است کسی که قسم به غیر الله میخوره چی میکنه؟ شرک میکنه. من احلف بغیر الله فقد اشرک. کسی که قسم به غیر الله میخوره او شرک میکنه. به سخی صاحب قسم، به فاطمه، به تیغ یا به العباس، این طوری قسم ها کل شرک است و این قطعا در دین وجود نداره. چرا؟ فلسفه ازی چیست؟ انسان سری کدام چیزی قسم میخوره که از او کده عظیم چیز دیگه نباشه و عقیده تیسته که اگر من در این گپی خود دروغگوی باشم او مرا جزا داده میتونه. غیر از الله کسی دیگر جزا داده میتونه و غیر از الله عظیمترین ذات دیگه هست. از امو خاطر بجز از ذات و صفات الله با چیز دیگه قسم خوردن گناه است. والله سمیع علیم. الله شنونده است سخنای شما را، علیم میدانه نیت و اراده تانه. لا یؤاخذکم الله، نمیگیره الله شما را به گناه، باللغو فی ایمانکم، در لغو شدن در قسمایتان، ولکن یؤاخذکم، لیکن الله میگیره شما را بما کسبت قلوبکم، به سبب آن چیزی که قصد کرده دلایتان. والله غفور، الله مهربان است برای کسی که توبه به سویش میکنه. حلیم، بردبار، از زود انتقام نمیکنه کسایی که نافرمانی حکم الله تبارک و تعالی را میکنه. سه قسم قسم داریم. یک رقم به نام یمین لغو یاد میکنه. دو تفسیر داره. یک تفسیر به نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. یمین لغو او را میگه که در زمان سابق یک کار کرده ای لیکن حالی فراموش کرده ای، قسم میخوری نکردیم، در یادت نیست. کرده ای کار لیکن حالی قسم میخوری نکردیم، در یادت نیست. این را یمین لغو میگه. این درست است، بالکل در این مؤاخذه نمیشه. چرا؟ انسان هر امری را که با فراموشی انجام میده مؤاخذه سرش نیست. دوم تفسیر امام شافعی رحمت الله علیه است. او میگه یمین لغو امی تکیه کلامی مردم که شده. کجا رفتی؟ والا در بازار رفتم. کجا میری؟ والا در ترجمه میرم. والا اینی را قسمی چی میگه؟ لغو. این کفاره مفاره نداره و دایی الله آدم نمیگیره، مؤاخذه نمیکنه. چرا؟ این تکیه کلام گشته. اگرچه انسان تلاش بکنه که نام الله را در هر جای نگیره تا که یک امر مهم نباشه، ضرورت برش پیدا نشده، خو اگر این نمی قسم گفت هیچ نوع حکم نداره، این یمین لغو شمرده میشه. دوم قسم منعقده است. منعقده همون قسم میگه که در آینده سر یک عمل کردنش یا نکردنش تو قسم میخوری. قسم میخوری که من قطع فلانی گپ نمیزنم، قسم میخوری که قطع فلانی را میمان میکنم. این منعقده است. آلی در آینده امی قسم اگر انجام دادی خود حانس نکردی، کفاره ای گپا سرت نیست. اگر نیکی خود حانس کردی باز کفاره سرت است. او کفاره قسم آزاد کردن غلام یا بعد از او اگر نباشد ده مسکین طعام یا کالا دادن. اگر این زور نداشتی بعد از او با 3 روز پی در پی روز است. او یک قسم غموس است. قسم غموسی را میگه خوب میدانی که در سابق همی کار نکردی، میدانی اولی قسم میخوری که کردیم. اینی را یمین غموس میگه. او کفاره دنیوی نداره، فقط نعوذ بالله عذاب آخرت است. هر کسی که تور کار بکنه توبه بکشه دیگه چیزی نداره، استغفار از الله طلب بکنه. للذین یعلون من نسائهم، این بحث قسم مقدمه برای همی گپ بود که بعضی مردم ها قسم میخوردن به زن خود نزدیک نمیشد، باز دیگه نمیشد دیگه، همی ترمه مانشه. زن بیچاره نه ایله نه کاله، نه حقوقش پرداخته شوه و نه رفته بتانه کسی دیگر را به نکاح گرفته بتانه. الله تبارک و تعالی این نوع ظلم از زنا رفع کرد. زنا وقتی قرآن میفهمه مطالعه بکنه زمان جاهلیت و تاریخ رومیا و آلمانیا و امی چیستا انگلیس ها را که اونجا در او جامعه ها زنا چه حقوقی داشتن. اسلام آمد این حقوق برای زنا قائل شد و اما گپا را ترمیم کرد. الله تبارک و تعالی گفت کسی نزدیک شدن به زن خود قسم میخوره ایرا ایلا میگه. ایلا میگه. آخری میعادش 4 ماست.
اگر یک آدم قسم بخوره که تمام عمر به زن خود نزدیک نمیشم، 6 ماه 10 ماه 10 سال، آخریش 4 ماه، 4 ماه که تکمیل شد، مردکه عالی در مورد حکم قاضی قرار میگیره، یا پس رجوع کو به زن خود و کفاره قسم تا بده، یا ایست که پس چی بکو ایره طلاق بده، زن قطع توی ازی باقی نمیمانه که اینقدر عمر قطع تو تیر کده بره، چرا میره از جای دیگه شوهر بری خود میگیره. علما در این مورد اختلاف داره که آیا کم از 4 ماه ایلا شده میتونه یا نمیتونه. قول راجح از علمای محققین است که بله ایلا کم از 4 ماه میشه، چرا پیغمبر از ازواج مطهرات کم از 4 ماه ایلا کرده بود. از امو خاطر اگر یک کسی قسم خورد که یک هفته من از زن خود نزدیک نمیشم، 1 ماه نزدیک، 2 ماه 3 ماه، این هم به نام ایلا است. اگر امو مدت نزدیک نشد، بعد از اون نزدیک شد، دیگه هیچ گپ سرش نیست، قسم خود پوره کرده، آنس نشده، هیچ چیز نیست. اگر نیکی گفت 1 ماه نزدیک نمیشم، 20 روز که برآمد باز نزدیک شد، آلی کفاره قسم بده، به خاطر که قسم میده کرده. اینی را به نام ایلا یاد میکرد، چون این ظلم بالای زنا بود. الله تبارک و تعالی آخرین نهایت مدت تعیین کرد که از 4 ماه به او طرف کسی این ادعا را نمیتونه که من نزدیک میشم نه زن طلاق میدم، بلکه زن میره پیش محکمه، قاضی مردکه را طلب میکنه یا رجوع کنه و یا طلاق بده. للذین یؤلون من نسائهم، کسانی که ایلا میکنه قسم میخوره از نزدیک شدن من نسائهم به زنای خود، تربص 4 اشهر، انتظار کشیدن 4 ماه است. 4 ماه انتظار صحیح است. فان فاء، اگر پس رجوع کردن، پس رجوع کرد به زن خود، فان الله غفور رحیم، کفاره قسم میده، یقینا الله تبارک و تعالی غفور است. چرا؟ به خاطری که از قسم میره پاک میسازه، رحیم رحم کننده است که کفاره را مقرر کرده برای حلال کردن قسم خود. و این عزم الطلاق، اگر قصد میکنه طلاق دادن، فإن الله سمیع علیم. 4 ماه قسم خورده بود، حالی بعد از او اگر قصد طلاق داره، الله شنونده است سخن ازیره، علیم میدانه نیت تو اراده ازیره. حالی دیگه هر چی که میکنه یا طلاق یا پس رجوع، زنی تو نمیمانه که نه اله نه کالا باشه. والمطلقات یتربصن بانفسهن، زنان طلاق شده به شرطی که جماع کرده باشن، یعنی هم بستری صورت گرفته باشه و همی زن بالغ باشه که یعنی مریضی سرش آمده میتونه و حره باشه، آزاد باشه. این 3 شرط که داشته باشه، یتربصن بانفسهن، انتظار میکشن به نفسای خود، 3 قروء، 3 مریضی ماهواری. زنی که طلاق میشه بعد 3 مریضی ماهواری سرش تیر شوه، بعد از او باز کسی دیگر را به نکاح گرفته میتونه، تا که 3 مریضی تکمیل نشده. این در عدت امون نکاح سابقش است. از امون خاطر است که الله تبارک و تعالی چون مسئله نکاح یک زندگی دائمی است، نمیخواه که زود از بین بره و قطع شوه. مراحل خیلی دور و دراز الله تعیین کرده به خاطر که زود نکاح قطع نشوه. عالی وقتی که یک طهر به زن خود یک طلاق داد، این طلاقی رجعی میگه، تا که عدت تکمیل نشده امی آدم پس رجوع میتونه، بدون اجازه، بدون خبر کردن زن، اجازه رجوع کردن یا به زبان میباشه که تو زنم هستی من به تو رجوع کردم، یا عملا رجوع میکنه، اردویش رجوع است. یعنی تا وقتی که عدت تکمیل نشده ای میتونه که به زن خود رجوع بکنه. اما که عدت تکمیل شد بعد از او بدون تجدید نکاح قطعی نکاح نمیتونه، در صورتی که یک طلاق صریح یا 2 طلاق صریح داده باشه. یک طلاق هم رجعی است، دوم در یک طهریت یک طلاق داد، باز زن مریض شد، پس از او که باز پاک شد در طور دوم طلاق داد، باز مان شد دیگه طلاق را نداد، عدت تکمیل شد، 3 مریضی تکمیل شد، آلی زن جدا شده از این مردکه، لیکن تجدید نکاح است. تا که عدت تکمیل نشده باشه همین مرد میتونه تا که 3م مریضی تکمیل نشده میتونه به زن خود رجوع بکنه و پس بدون تجدید نکاح هیچ نکاح نمیخواه. چرا؟ یک نوع آسانی برای شوهر است و الله خواسته که همی عقد از بین نروه، از او خاطر دامنش وسیع گذاشته. آلی کدام زنایی که طلاق میشه بعد 3 مریضی سرش بیا، از همون خاطر ما گفتیم که این بالغ باشه، مریضی سرش بیا، زنی آزاد باشه و همبستری صورت گرفته باشه قطش. ولا یحل لهن، نیست حلال برای زنا، یکتمن ما خلق الله، که بپوشانه آن چیزی که الله پیدا کرده، فی ارحامهن، در شکمای از یا
در کدام جایی که در شکم های از یا محل جنین که است در اونجا چیزی را که الله پیدا کرده او را نپوشانه. این کدام چیز است؟ یا اولاد اگر در شکم داشته باشه این را پټ نکنه که اولاد خاص شوهر اول میشه از او خاطری را نپوشانه. باز در این صورت عدت زن مریضی نمیشه، عدت زن پیدا شدن چی میشه؟ اولاد میشه. یکی یا است که نپوشانه آن چیزی را که الله پیدا کرده از مریضی میشه این میپوشانه. میگه من مریض نمیشم. کسی که باز مریض نمیشه دو برای از او چیسته 3 ماه است که 3 ماه عدت باید تیر بکنه. الله میگه این کارا را نکنه. ان کن یؤمن بالله، اگر یقینا ایمان به الله داره. چرا در نظام الله گفته شده که چیزا را پنهان نشوه. بالله به الله داره، و یوم الاخر به روز آخرت داره. و بعولتهن حق بردهن، شوهرای از یا خیلی لایق است به بازگردانیدن زنا فی ذالک در این مدت که عدت تکمیل نشده باز شوهرش به میزان خود برگرده. این اراد اصلاحا، اگر اراده اصلاح را داره اردو شوهر و زن حالی پشیمان شده میخوان زندگی آرام و آسوده با نزاکت تیر کنه. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، برای زنا به مثل او مسئولیتی است. علیهن که بالای زناست، مثل الذی به مثل واقع است. علیهن که کدام مسئولیت بالای زناست؟ بالمعروف به طریقی که معلوم دار است، یعنی در عرف معلوم است مشهور است، مخالف شرع و عرف نباشه. وللرجال علیهن درجه، برای مردا بالایشان درجه یک مرتبه است. والله عزیز حکیم، الله زبردست ذات است، هر حکم خدا نافذ کرده میتونه. حکیم کل احکام مطابق مصلحتای خیر سنجیده فرمان میده الله تبارک و تعالی. چند موضوع را اینجا فکرتان باشه. در اینجا اول موضوع زنار الله میگه که در وقتی که طلاق داده باشه نکاح بعضی اوقات طلاق خواه پیدا میشه، ناگواری و ناهنجاری و زندگی جور نمیاد، ضرورت به طلاق میشه. یادتان باشه الله تبارک و تعالی عقد ازدواج به طریق دوام گفته که زندگی دائمی باشه. خب گاهی ضرورت پیدا میشه. خب الله تبارک و تعالی این موضوع را بسیار دامنه دار کرده. همین یک دفعه طلاق دادن و نکاح از بین رفتن نمیشه. اصل زمانی که اختلاف در بین زن و شوهر پیدا میشه اول 4 مرحله را طی بکن. اول نصیحت برش بکن، نصیحت پشتی سر میاد برای ما و شما. نصیحت بکن که حالی زندگی ما و تو خود او طرف نزن. ما و تو یک عمر اینجا زندگی داریم، خوشی و خرابی زندگی در دست خودی ما و توست. اگر احترام متقابل به یکی دیگر داشته باشیم، تو حق خدا، تو مسئولیت خدا بشناسیم و مسئولیت خدا، و هر دوی ما مشترکاً اقدام بکنیم به ساختن یک زندگی خیلی در فضای صمیمیت و خوشبخت، دیگر هر دوی ما بعد قدم برداریم. این نصیحت برش بکن. حالی دیگه تو در نکاحی مستی تا که من طلاق ندم تو نمیتونی برآمده، چرا اثری خودم اوقات تلخ میکنی سر من؟ نصیحت برش بکن. اگر اصلاح نشد بعد از او باز جای دمی خانه جدا که از پیشش در یک بستره قطش خواب نکن. چند روز که جدا چی کرد بعد از اون نصیحت برش بکن که یک کمی تاثیر سرش کرده باشه که والا جدایی از شوهر اینی قسم حالت داره. اگر دایی هم جور نشد باز یک کم بترسان شه که او یک کمی بفهمه. چرا بعضی مردم ها است که به سخن جور نمیشه و همیشه رای تهدیده. شاگردای مکتب هم میطور است. یکی همین نظامای فعلی میگه شاگرد هیچ زده نشوه، این گپ غلط است. خود زدن حد و اندازه داره، زدنی ترساندن باشه نه زدنی که از بین بردن باشه. 3 مرحله شد، اگر بازم جور نشد 4م مرحله ثالث مقرر که آدم خیرخواه از داخل خانوادت که گپیتان بیرون نروه، فقط راز تو و زن بر ازو معلوم باشه، بیشینه یا 1 نفر یا 2 نفر آلی صلح بکنه در بین اردو، هر کس که ملامت است سوره ملامت بکنه. اگر به این هم جور نشد این یالی الله برات میگه که طلاق بده. خود طلاق یک دفعی نده، یک طلاق در حالتی که زن پاک است بعد طلاق بدی. کدام پاکی که در اونجا هم بستری صورت نگرفته باشه، با مجردی که از مریضی پاک شده آلی حالت طهر است تو یک طلاق برش بده، این را طلاق رجعی میگه. باز اگر طهر دوم آمد باز مریض شد باز طهر دوم آمد طلاق دوم برش بده. این گپ خلاص است دیگه. باز بگذار که مریضی سوم بیاید، مریضی سوم کمی خلاص شد عدت تکمیل شد آلی زن از عقد نکاح تو بر آمده. ببینیم که الله تبارک و تعالی چرا میگه 1 طلاق یا 2 طلاق داده شود زیاد داده نشود و یم در طهر داده شود
معلوم شود که تو رغبت و میل برازی نداری، به خاطر که جنگرو کس یا عزت آبروی تا نگاه نمیکنه، طلاق بده. خب بعضی اوقات بسیار آدم احساساتی و به غضب می باشه، ام زن تن نمیده خدا سیر شمار کرده، ام مرد. از او خاطر اول نمیفهمه غضب که است اولش جنون است، آدم دیوانه میسازه، خب باز آخرش پشیمانی است. الله تبارک و تعالی عدت مقرر کرد، شده میتونه که ده یک طور طلاق داد، یک دفعه زن بگاه چورت میزنه که خوب حالی اگر مرا طلاق بده و برم در خانه پدر، اونجا زنای بیادر اینقدر بی زن است، یقین بکو هر کدامش یک چوب در شانم نزنه. اینطور شوم که پرتغو جور شوم، کس مرا تاول نگیره، باز کس هم نبیه مرا طلب نکنه، چرا به نام زنی طلاقی مشهور شوم. اوه ای باز یک خصوصا که اولاد داشته باشه، شفقتش سری اولاد میه، اینیالی پشیمان میشه، بالکل آماده میشه به ای که باز شوهر خود زندگی درست تیر بکنه. شوهرم که عصبانی بود و حقی از زیر نمی پرداخت، یک دفعه که بیگاه میشه که زن خود طلاق دادی، ای خود از پیشت میره، ای قدر پول از کجا میکنی؟ ای ده هتل نان از کجا میکنی که بدی؟ باز نه مشهور شده پیش مردم که یک زن طلاق داده، این قطعی زن گزاره نمیکنه، نخواد که کس دختری خدا بری تو بده. اینجاست که پشیمان میشه، پس آلی زن خدا میگه که خیر است، ما گناه کردیم لیکن باز زندگی را ادامه میدیم. خیر است اگر در اینجا فکرش کار نکرد، طلاق داده رفت، بالکل عدت تکمیل شد، رفت زن در خانه پدر، باز هم اجازه برایشان به تجدید چی است؟ نکاح است. چرا؟ زن که در خانه پدر چند روز باقی بمانه که از هر طرف زنای بیادر غزت گپا را کنایه گفت، نشدار گفت، حالی دیگه میگه که وی لطکو بی شوهرم خوب است از این کده اوجا خود مستقل هستم، همینطور میگه نمیگه؟ اوی شوهر که چند اینجا خصوصا طفلم داشته باشه که او گریان کنه که قهرش بیا که او را بالا کنه بزنه بعد از این میگه که وی زن چقدر قدر قیمت داشتی، حالی دیگه در پای خسری خود میفته نه. او زن چی میگونه؟ در دل گر میده میکنه که حالی پدرم راضی شوه. پس هر دویشان تجدید نکاح میتونه. نظام اسلام و مصلحتی که اسلام در نظر بگیره اینی قدر دامنه دار است، وسعت داره. نکاح گاهی برای قطع تعلق نیست، نکاح تعمیر آبادی یک جامعه است. جامعه توسط همی خانواده ها جور میشه، خانواده باید سر و صورت بگیره، آباد شوه. یقینا قرآن چی دستوراتی بر انسان میده؟ از امو خاطر است که در اسلام دو طلاق یک مرتبه داده نمیتونی، در طلاق مرتان ایگه پا براتان میگم. قرآن اینجا چی گفت؟ و بعولتهن احق بردهن، یک هشدار برای اقربا داد. اقربا را چرا هشدار داد؟ در این طور جایی که هست بیادر و پدر ننگ میکنه، یک دفعه دادیم به نکاح تو باز آمده ای چیک معامله قطعش کردی، قطعا نمیدیم، همینطور میکنه نه غیرتی ننگی بیجای میکنه. اینا ننگی بیجای میگه. چرا ننگی بیجای میگه؟ به خاطر که خوی و بوی خصلت اردو را امی زن و شوهر با هم چی شده؟ آشنا شده. با یک نفر دیگه کی نکاح میکنه بسیار باز همونطور مثل نمیواره جار و جنجال پیدا میشه. این اردویشان آلی دستری خود زده، از او خاطر خیلی مناسب است که اردو با هم نکاح بکنه. قرآن به این اشاره کرد که و بعولتهن احق بردهن، شوهرایشان خیلی لایق است به بازگردانیدن می زنای طلاق شده. فی ذالک دمی مدت این اراد و اصلاحا، خود شرط است که اراده اصلاح را داشته باشه، آینده زندگی خود جور کنه، باز هر کدامشان من نباشه، حالی یک چارک از خود کم کده باشه، حالی زندگی میشه. یقینا هم همین زندگی که همیشه زن و شوهر در سیری خود سیری بشماره، باز دیگه چی میشه؟ زندگی پیش نمیره، میره. یک کمی که او شدت کرد تو نرمی اختیار کو، که تو شدت کردی بگوی او نرمی اختیار کنه. اگر دو دست سوار است باز دیگه زندگی بسیار مشکل است که پیش بره. زندگی گپا داره، زن و مرد هوشیار بالکل درک میکنه. در بعضی موقع زن بسیار احساسات است، در اونجا خود خیر است. تو نگو شیطان تو حرکت میده که تو مرد هستی حالی بری از او تابیداری میکنی، نه. همینجا در دان شیطان ده بگوی اهلم است. اگر همین ناز سرم میزنه نوش جانش بان که ناز بزنه، صحیح است؟ دنیا گل و گلزار است. در یک مرتبه شوهر خیلی احساساتی میباشه، زن که میبینه حالت شوهری خدا، اونجا زن شیطان تحریک میکنه که تو را چی شده؟
حالی قدر خدمت، دی قدر احترام، آخر هم اینطور میشه. اگر دمو موقع در دهن شیطان خاک برتا، وسوسه و تحریک شیطان جواب بگوه و بگوه که شوهرم است، خیر است اگر مرا لطم کد پروانه داره، باز شریک زندگیم است. حالی وجود ما چیستا عضو از او گشته، وجود از او عضو ما گشته. ما چیستا در یک خانه زندگی داریم، هیچ پروایی نداره، بس زندگی پیش میره. قرآن کریم امی گپا میگه، این اراد اصلاحا. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. بسیار نکته جالب است، جمله خیلی قوی است. حقوق بشر که چیخ میزنه، داد میزنه، دروغ میگه. قرآن حق داده. ولهن برای زنا حق است، مثل الذی، بمثل امو مسئولیتی که علیهن بالایشان است، هر قدر که مسئولیت داره امو حق داره. بالمعروف، به طریق معروف. ولهن مثل الذی علیهن، زنا امو قدر که مسئولیت داره امو قدر حق داره. مسئولیت چی را داره؟ مادر است، تربیه میکنه اولاد. تنها یک اولاد که شیر میده، این تربیه میکنه. امی کار تو یک دفعه سنجش کو. ای شوهر، تو میتونی یک روز اولادی تا نگاه بکنی؟ یک روز فقط اولادی تا کالا کوره، بگو در قضای حاجت بشان، و دست و پایش بشان، رویش بشان، چیستا مواد بینیش پاک کده برو. اینی کارا رو بکن که میتونی یا نمیتونی؟ همیشه خدا کلان تراشیدی در خانه آمدی ناز و نق کده رایستی؟ نه، زن اموقع مسئولیت داره، اموقع حق داره. اگر از تو طلب میکنه چادری خوبه، کالای خوبه، نان و نفقی خوبه، با چشم سر امید طور باید بگی، با دل و جان، با دل و جان بگو برات میارم. چرا نه؟ ولی بیرون خود نمیره، کالایش بیرون میره، نان نفقش بیرون میره. اگر زنی تو خوب تنومند باشه، خوب خوشوقت باشه، این خوب است یا نه که مریضی شود؟ بعضی شوهرها یقینا که حق نمیشناسه، قرآن نخونده، از زن خود، از حالت زن خود خبر نداره که زن مریض است یا نیست، چی چیز دلش میشه نمیشه، کالا را طلب میکنه. دختری پدر نالت گفته دو دشنام میده، اینطوری گپا خوب نیست. این به مشوره میشه. اگر واقعا شوهر امیطور چی حقدی باشه، امو زن هم مطالبه نمیکنه که الا برای من ایره جور کی را جور کو. خب بله، زنام در اینجا باید حالات مراعات بکنه که شوهر چه قاعدات داره و چه قسم رخت مناسب برام است. هر کس میدانه که اینی شوهرم کدام قسم لباس خوش داره، کجا رفتن خوش داره میدانه. امروز توی بچه کاکاس یک جوره، سبا بچه ماماس دیگه جوره، دیگه سبا بچه خالص دیگه جوره. حالی صندوقا پر است از کالا، یک روز برای شوهری خود نپوشیده، فقط دک بیرون که میبره دیگه جلوه میده خدا. خصوصا که باز در مجلس توی هم رقصا را شروع میکنه، ملاق میخوره. اینطوری زن به درد باز نمیخوره. چرا او خوب زنی تو نیست؟ او نعوذ بالله برای دیگرها زیبایی و زینت کرده. قرآن امی گپا انگشت نما میکنه، مثل که مرد مسئولیت داره حق داره، زن مسئولیت داره حق داره. قرآن مطالبه ادای مسئولیت میکنه. از او خاطر نزاع ازی پیدا میشه که من میگم حقی مرا بدی، تو میگی حقی مرا بدی، بس دیگه نزاع جور است. قرآن میگه نه، متوجه مسئولیت شوه. مرد اینطور فکر بکنه که ما خو امروز از خانه میبریم، همین چاشت چیزی وجود داره که یا پخته کنه، چی نیاز داره. امروز زن در خانه پدر میره، آیا پول در جیبش هست یا نه، اونجا چی چیزا ببره، یک پاره در نظر خود میگیره، خودش میگه چی نیاز است، چی ضرورت است. چرا؟ ادای مسئولیت خدا میکنه. تو مسئول هستی. زن ادای مسئولیت میکنه. خو شوهر خو رفته، این خانه را کی جاری میکنه؟ صفا همینجا میمان میاد و هر چیز همینطور افتاده باشه، این آبروی شوهر خو میریزه. بعد من همه چیز صفا کنم، اولادم چطور است، کدام طرف میره، کجا میره، هر کدام ادای مسئولیت بکنه. هیچ جنجال نیست، هیچ جنجال نیست. خب با تاسف در این جامعه و معاشره ما حتی نه مسئولیت کس میشناسه، خبر داره که من چی مسئولیت دارم، و نه حق کس میشناسه. شوهر همیشه در لباس مستریگیری آمده داخل بستره شده، از دستی بوی از او چیسته در فرار استی. او زن همیطور خانه را جارو کرده مکمل، کالا یک دم خاک و خاکبر، مویا جولیده، نعوذ بالله بیایی در بستره قطعی تو خواب بکنه. این کدام زندگی است؟ این زندگی است؟ نه، این زندگی نیست. هر کس مسئولیت خدا بدانه، باز حق خدا مطالبه بکنه. نزاع وجود نداره. قرآن برای ما میگه از ذکر دیگه بالاتر دیگه نیسته که الله میگه ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. برای زنا حق است
به مثل همون مسئولیتی که بالایشان است. حق در مقابل مسئولیت می باشه. هر قدر که مسئولیت خطیر و بزرگ است، حقت خطیر و بزرگ است. خب بالمعروفی، مطابق عرف، مطابق شریعت، که اونجا مخالفت شریعت نبیه. از این خاطر مطابق عرف هم گاهی وقت اجازه نمیده، مناسب می باشه. عرف مطابق عرف اینطور میگه. در دیهات زندگی میکنی، کلی زنا کالای دراز پوشیده، او زن ایجا شروع کرده با شوهر خود میگه که نیم قوله برم نبیاری پنجابی چسبه من نمیپوشم. و برادر اینجا حالی خب برای کلی مردم ایره بد میگه، لعنت میگه، طوری بد نکنی. او مطابق شریعت هم باشه. یک چیز شریعت نمیخواه و تو تقاضا داری، طوری باید نباشه. از اینجا معلوم شد که زنا حق داره. در حدیثات تشریع از آمده. یقینا نظام خانواده در حدیث آنقدر نظام قوی و گسترده است که پرسان نکو. کلی گپا پیغمبر علیه السلام میگه وقتی که تو میخوری بخورانشه، که میپوشی بپوشانشه، زندگی میکنی زندگی بکنه. نان، نفقه، مسکن، این مسئولیت مرد است که مکمل آماده بکنه. آن چیزی که ضرورت زندگی است سری مرد است و زن حق داره که او مطالبه را بکنه. اگر برش نمیده هم میتونه از خانه شوهر خود به دزدیام بگیره. این هم در حدیث ثابت است. لیکن حق مرد بالای زن چیست؟ در حدیث همینطور آمده که وقتی مرد برش سعی بکنه، به نظری خوش برش نظر بکنه، امر بکنه، اطاعتش بکنه، در حالت غیبوبتش تربیه اولاد و حفاظت حریم مرد خدا بکنه، شوهر خدا بکنه. اینی زن صالح است و زن نیکبخت است. ولی الرجال علیهن درجه، بالای مردا بالای زنا درجه یک مرتبه است. چطور الله در اینجا بیان میکنه درجه را؟ این درجه کدام درجه است؟ سعی کنه این درجه از این نیست که زن نعوذ بالله در انسانیت خود مرتبه پایین داره، در ایمان خود مرتبه پایین داره. نه، در انسانیت و در مسائلی که تعلق به آخرت داره، تعلق به احکام اسلام داره، کلگی یکسان است. مؤمن مرد باشه چیز یا زن باشه کلگی یکسان است. اما زندگی دنیا تفاوت‌های زیاد داره، در بین مردم تفاوت‌ها است. الله بر یکی ذهن تاکتری را داره، به دیگه نجاری را، به دیگه دریوری را، به دیگه نانبایی را. امی تفاوت است که سبب تعمیر دنیا شده. خویی حیثیت و کرامت یک نانبای از دکتر که پایین نمی سازه. اما انسان او هم است، اما انسان ای هم است. و نظام دنیا توسط سرپرستی پیش میره. فابریکه برای خود سرپرست داره، دفتر و دیوان برای خود چی داره؟ هیچ وقت یک امر به سرپرست نمی باشه. نظام خانواده عیناً یک دفتر است. ایام چه قسم باید سرپرست داشته باشه، رئیس داشته باشه. رئیس کی باشه؟ در فابریکه رئیس کسی است که فابریکه را ایجاد کرده، محنت کشیده، زحمت کرده، اونمو رئیس می باشه. هیچ وقت یک کارگر را رئیس مقرر نمی کنه. پس اینجا خانه را کی آباد کرده؟ مال و متاع خانه را کی آورده؟ کی آماده کرده؟ شوهر آورده. شوهر باید سرپرست خانه هم باشه. یک، الله تبارک و تعالی به مرد وجود علایده را نصیب کرده با قوت‌های، و برای زن وجود علایده با قوت‌های علایده نصیب کرده. قوت‌هایی که در وجود مرد است او تقاضای اینمی سرپرستی را داره، سرپرستی را میکنه. چرا؟ مرد است که بیرون میره، مرد است که مقابله میکنه. اگر یک دزد بیاید دروازه سخت زده شوه، زن صدا میکنه، خودش میره در دروازه؟ نه، مرد صدا میکنه که الا در دروازه زده میشه. چی گپ است؟ چرا؟ الله تبارک و تعالی امو قوت در وجود از او نمانده. الله بالمقابل در وجود زن قوت‌های زاید دیگری را مانده. ترحم و شفقت بالای اولاد، حوصله خیلی بزرگ در تربیت اولاد الله در وجود زن گذاشته. مهربانی، ترحم مکمل، سلیقه، نظم و ترتیب اسباب خانه، ای در وجود زن الله صفت گذاشته، در وجود مرد نیست. مرد الله دیگر رقم صفات داده. این تقسیمات الله برای پیشبرد زندگی زن و شوهری و خانواده، این همی قسم تقسیمات الله کرده. ای از حیثیت زنان نکاسته، بلکه مرد و زن هر دویش انسان متساوی است. هر کدامشان هم مسئولیت داره، هم حق داره. بله
ریاست برای مردا داده شده. خود دادن ریاست برای مردا این فضیلت نیست، این مسئولیت است. حالی دیگه گپا اول متوجه مرد میشه. جنجال اگه در خانه پیدا شوه اول مرد قابل ملامت است. زن زود از حوصله میبره، مرد بعد حوصله قوی داشته باشه. این هر روز بیرون میره، جهان میبینه، فکر و دماغ خیلی وسیع داره. اینجاست که اصل قطعی آیت مردا متوجه شد که ای مردا، هدف است که مورد سوال شما قرار میگیری. یعنی اگر جنجال پیدا شد اول ملامتی سری کی میفته؟ سری مرد میفته. چرا؟ ولی رجال علیهن درجه، برای مردا بالای زنا درجه است، یعنی مرتبه مسئولیت است. مرتبه است که سرپرستی بکنه. از او خاطر مرد اول مورد سوال قرار میگیره که چرا خشونت پیدا شده، چرا جنجال پیدا شده. سرپرستی و اختیار خود دست توسته، چرا جنجال پیدا میشه؟ اول متوجه مرد میشه. در اینجا در حقیقت سپردن مسئولیت به مرد است، نه ای که شرافت و فضیلت داره. در نگاه مسائل دین و انسانیت کلگی یکسان است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به نزد الله تبارک و تعالی متقی ترین شما بهترین شما است. شده میتونه زن خیلی متقی باشه، در دین پیشتاز باشه، در عبادت و فرمان الله تبارک و تعالی از شوهر خود خیلی پیش قدم باشه، مرتبه از این خیلی بالاست. این مسئله تعلق به مسئولیت بود، تعلق به سرپرستی بود و هیچ قانون و هیچ فابریکه یا دفتر بدون نمیتور سرپرستی نمی باشه. الله این سرپرست شوهر مقرر کرده به خاطر که صلاحیت و اهلیت اینمی سرپرستی را داره. زن امی صلاحیت و سرپرستی را به طریق عموم نداره. اگرچه شده میتونه در بین زنای اینطور زن پیدا شوه که شوهرش به نصف عقل از او نداشته باشه، یا مهارت نداشته باشه، یا اهلیت نداشته باشه. همیشه از حکم عموم بحث میکنه. حکم عموم صلاحیت از کیسته؟ از مرداست. زنا کم پیدا میشه. شده میتونه یک زن خیلی صلاحیت و اهلیت قوی داشته باشه لیکن قانون شده نمیتونه. این استثناست. به طریق عموم قانون همیسته که مردا صلاحیت زیاد داره. والله عزیز، الله زبردست ذات است، میتونه حکم خود جاری بسازه بالای کلگی بدون کدام اختیار، لیکن کار نمیکنه. حکیم حکمت والاست، قانون روان کرده، اختیار به تو گذاشته که آلی چی میکنی، آلی چی میکنی. مرد ادای مسئولیتی تا میکنی یا نه؟ زن ادای مسئولیتی تا میکنی یا نه؟ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف، طلاق دو مرتبه است، پس یا نگاه کردن است بمعروف به طریقی که روا و مشروع باشه، او تصریح یا الا کردن زن است به احسان به طریق خیلی نیک. ولا يحل لكم، حلال نیست برای شما، ان تاخذوا که بگیری مما از مهرایی که آتیتم یا جیزی که آتیتموهن داده بری زنا شیئا چیزی را، الا یخاف، مگر که میترسن، الله یقیم حدود الله، که هر دویشان حدود الله را قایم کرده نمیتونه. فان خفتم الله یقیم حدود الله، اگر شما حراس داری که هر دویشان قایم کردن نمیتونه حدود الله را، یعنی زندگی زنا شوهریشان منجر به بدبینی و بدبختی ها میشه، در این صورت فلا جناح علیهما، گناه بالای زن و شوهر نیست، فیما در آن مالی که افتدت میده، فدیه میده، بهی به او مال میزن به شوهر خود و در عوض طلاق خود میگیره. تلک حدود الله، اینمی حد بندی مرزای الله، ضوابط الله است. فلا تعتدوها، تجاوز نکنی از این ضوابط الله. و من یتعد حدود الله، کسی که تجاوز میکنه از ضوابط الله، فاولئک هم الظالمون، اینمی مردم است که مرزا را نظر نگرفته، ظلم کرده، تجاوز کرده از مرزا. الطلاق مرتان دو معنا داره. یک معنای طلاق اینجا طلاق مرتان، طلاق دو کرت است. دیگه تو چی صلاحیت نداری که طلاق داده بروی؟ چرا؟ در زمان جاهلیت یک زنی انصاری آمد پیش پیغمبر شکایت کرد، شوهرش گفته بود من تو را دیگه بند میسازم. چطور بند میسازی؟ گفت طلاق میدم که هنگامی که عدت تکمیل میشد دمونجا پس رجوع میکنم. باز طلاق میدم که باز نزدیک میشد عدت تیر شدن باز رجوع میکنم. و زن انصاری آمد به پیغمبر اسلام شکایت کرد، گفت یا رسول الله اینطور میگه؟ الله آیت روان کرد که نه، اینطور شدن نمیتونه، که در زمان جاهلیت 100 طلاق میداد بازم همون چی بود؟ زن بود. الله تبارک و تعالی گفت نه، طلاق دو مرتبه است.
دو مرتبه که طلاق دادی که عدت تکمیل شد پس رجوع کردی، خب که نکدی خلاص شد. اگر تو باز رجوع کردی سوم مرتبه که طلاق دادی خلاص شد دیگه، آلی دیگه پس نکاح را به هیچ وجه نمیتانی، به هیچ وجه، تا که یک موقع مسافه دور و دراز. اون مسافه دور و دراز چی؟ که زن عدتش تیر شوه برا قطعی شوهر دیگه نکاح بکنه. اگر کدام وقت تو وفات کرد یا نزاع و جنجال پیدا شد، امی زن طلاق داد، عدتش پوره شد، باز قطعی شوهر اول چیست؟ نکاح میتونه. این در حقیقت شوهر اول آگاه کردن است که مردکه اگر این موقع از دست میدی، زن از دست میدی، باز دیگه فکر بگیری که مثل که پس در نکاح تو آمده نمیتونه. اینمی رقم است. از دو خاطر الله گفت که طلاق مرتانه، یعنی او طلاقی که در او رجوع صورت میگیره چند دفعه است؟ 2 مرتبه تو پس رجوع میتونی. باز سوم دفعه که طلاق دادی باز رجوع چی شد؟ خلاص شد از بین رفت. یک ترجمه آیت امیست: الطلاق مرتان، طلاقی که رجوع در او صحیح میشه مرتان 2 مرتبه است. فامساک بمعروف، بعد از 2 مرتبه یا نگاه میکنی به طریق مشروع، خیلی خوب معلومدار که در او حقوق مراعات شوه، او تصریح به احسان، یا استکیلا کردن است به احسان بنیکی. بگذار 2 طلاق دادی، بگذار که عدتش تکمیل شه و از خود به خود جدا میشه. ولا يحل لكم ان تاخذوا، آلی دمی معامله طلاق چه قسم معامله شوه؟ زن خود طلاق میدی، اسلام چی اخلاق بری تو درس میده؟ حتی در موقع جدایی باید تو قطع زن طلاق شده خود چه قسم رفتار بکنی؟ بیا که تعلیمات اسلام چیست؟ اسلام چه قسم تعلیمات بر ما میده؟ در این صورت که زنت است قطع از دو کدام روشی که میکنی خو یک گپی علایده است، او خو آنقدر فضای پرصمیمیت و محبت است که پرسان نکو. خو لیکن حتی در حالت جدایی هم اسلام بری تو درس اخلاق میده. باید تو آلی بانه جویی نکنی که مهرا را پس از پیش بگیری، با زور بانه کرده بری که من ایره طلاق میدم، آلی من دیگه زن میگیرم، پیسه را از کجا کنم؟ چل بازی را شروع کرده، از این پس چیزی را بگیری. این قدر عمر قطعی تو زن بود، این بهانه جویی را نمیتانی. دوم ترجمه: الطلاق مرتان، طلاق در یک دفعه واقع شدن نمیتونه، ناجایز است. طلاق باید 2 مرتبه باشه، جدا جدا باشه. باز بعد از او فامساک بمعروف او تصریح باحسان، یا نگاه کردن به طریق مشروع است روا، یا الا کردن به طریق خیلی درست و پسندیده. ابن قیم رحمه الله می فرماید که در اول صدر پیغمبر علیه السلام در خلافت ابوبکر و در صدر خلافت عمر که 2 سال است، جمع طلاق واقع کردن حرام بود، ناروا بود. از همون خاطر اگر کسی طلاق به مجموع واقع میکرد او واقع نمیشد. صحابی آمد زن خدا 3 طلاق داده بود، پیغمبر علیه السلام بود گفت پس رجوع کو. گفت یا رسول الله 3 طلاق دادم، گفت پس رجوع کو. این طلاق بدعت و حرام است، طلاق سنت نیست. طلاق سنت است که طلاق چی باشه؟ جدا جدا داده شوه، مجموع داده نشوه. اینجا مرتان باز به طریق جدا جدا است. این موضوعی است که امروز مردم سخت در مبتلا شده او در بدر آمسته. چرا؟ معلومات قوی از مسائل طلاق نداره، با مجردی که کمی خفگک میشه میگه 1 2 3 او اونجا 9 سرایال موجود. باز پسان میاد گریان میکنه، باز میره پیش ملاها در مسجد ها. ملاها باز چی میگه؟ الله هدایت کنه یاره، میگه خلاص شدی 3 طلاق شد، آلی تا که شوهر دیگر نگیره چی نمیشه. چی رقم شوهر بگیره؟ برای 1 2 روز به نکاح کسی بدی. قسم براتون یاد نمیکنم، مردکی آمده گریان میکرد، گفت پیش ملا رفتم، ملا گفت که اینطور کار است. پسان که باز رفتم که خیر ما ملا صاحب همه کارم میکنیم، قطعی یکی از اقارب گفت نه بدون ما کسی دیگه نمیشه. انا لله و انا الیه راجعون. اهل تشیع ما میگیم نکاح صیغه‌ای میکنه، این حرام و نارواست. چرا؟ نکاح برای معبد است، برای ساختار خانواده است. از او خاطر هر نکاحی که ساختار خانواده را به طریق دوام از بین میبره اون نکاح حرام است. نکاح متعه که موقت برش میگه این حرام است، این حرام است. وارا ملامت میکنیم، اما تو جناب کی برای 1 ساعت نکاح میکنی یا 2 ساعت،
این کدام نکاح است؟ پیغمبر علیه السلام محلل و محلل له را چی گفته؟ لعنت گفته. از او خاطر فتوای علمای محققین همیسته که همچون نکاح به شوهر اول زن حلال کده نمیتونه. پیغمبر این را تیسی مستعار گفته، قچ مستعار، نعوذ بالله، که به سوال قچ طلب میکنی اونمو طور گفته. پیغمبر لعنت گفته. بیایی که امروز خیر چی چاره داریم؟ یک نفر پیشم نامده تامیالی را، یک 50 نفر خو انشاءالله آمده. خو آمدنی طور نیست به گریانا آمده. حتی یکی میگفت مولی صاحب من خودکشی میکنم دیگر راه ندارم. پیش ملا صاحبا رفته بود، ملا صاحبا یک راه را برش نشان داده. ما گفتیم الحمدلله در شریعت این راه وجود داره. 3 طلاق به طریق مجموعید ای یک طلاق است. حتی این تجدید نکاح نمیخواه، رجوع میتونی بدون تجدید نکاح. کدام خوشی که به او مردم حاصل شده، به او مردم حاصل شده. حالی خود چی میکنیم؟ خب من برشان میگفتم یک شرط میماندم که دمی یک موضوع آمده ای سلفیستی ایجا، دمی یک موضوع مسئله مرا قبول داری یا نه که در کل موضوعات؟ تا که در کل موضوعات مسئله مرا قبول نکنی این موضوع هم برات نمیگم. چرا؟ تو دین اینقدر خو اینجا که منفعتیت است مسئله مرا قبول داری، در ظاهر منفعتیت است، در اون مسائلی که حتی در جنت و دوزخ تعلق داره، در آخرت تعلق داره که شرک و توحید است، او را تو قطمه قبول نداری. ما گفتم یا بیای موحد شوی همین طور که ما کدام معامله را انجام میدیم همین قسم شما هم انجام بده، بعد از او فتوا میدم، در غیر از او فتوا نمیدم که یک دفعه بفهمه همین مذهب و مذهب پرستی تان خو معلوم شوه که بفهمه که چی کنیم. در این روز هم یک کسی گفت مولی صاحب والا چی شده؟ قطعی زنی خود چنگ و چسب کردیم اینطور شده. دیگهش میگه با قصد روزه را خورده چی طور است؟ من گفتم حنفیستی؟ 2 ماه پای در پای روزه بیگی دیگر راه نداری، قضا خو است سرت. چرا ای خو یا خو حنفیسته؟ به حنفی ها بازی فتوا را نمیدیم، به حنفی ها مطابق مذهبی بگه حنفی پا فتوا بده. چرا پابندش هست باید امور بپذیره و امور پیش ببره، اینطور نشوه که چی شوه. خب موضوع را میگذاریم. علمای محققین قائل به ایسته که اینجا معنای طلاق مرتان است. الله بیان میکنه که طریقه سنت طلاق جدا جدا واقع کردن است، یک دفعه واقع کردن طریقه سنت طلاق نیست او نارواست. از همون خاطر تا 2 سال خلافت عمر هم همینطور بود. بعد از عمر رضی الله عنه برای سیاست و تعذیر نه به خاطر از اینکه حکم شرعی مقرر شود، گفت مردم در این مورد که الله برشان نرمی مقرر کرده بود مردم جلتی کرد. مردم چی میکرد؟ هر کدامش چند 3 طلاق واقع میکرد. گفت من دیگه نافذ میکنم، کسی که زنی خدا 3 طلاق داد 3 طلاق شمار میکنم. صحابه سرش رد نکرد. تعذیرا عمر رضی الله عنه دیگه که کسی 3 طلاق میداد چند شمار میکرد؟ 3 طلاق شمار میکرد. 4 مذهب امی مسلکش است که اگر کسی در یک مجلس 3 طلاق واقع کرد چند طلاق است؟ 4 مذهب امی قول قائل میشه. هر 4 مذهب. تا 2 سالی خلافت عمر رضی الله عنه که خودش میگه که الله در امر مردم نرمی را مقرر کرده بود، خب مردم چی کردن؟ جلتی کردن، یعنی خلاف از او عمل کردن. الله گفته بود که طلاق یک دفعی واقع نکنه، او مردم میکنه. من اگر 3 واقع کرده 3 واقع میکنم. از این معلوم میشه که تا آلی رس مردم که 3 واقع کرده بود 3 واقع میکرد. بگوی تا آلی رس 3 طلاق 3 نمیکرد، بعد از این کرده. او ایره به طریق تشریع نکرده، به طریق ازی که مردم منع شوه. دیگه 3 طلاق نده برای زن خود که نارواست. علما انشاءالله امضای 140 علما از مختلف مذاهب قطما وجود داره که فتوا داده که 3 طلاق چند طلاق است. چرا فتوا داده؟ شرایط امروزی تقاضای همی گپ میکنه. مردم نادان است، زن خود طلاق 3 طلاق میده، اولاد خرد و طفلای خرد اونجا چی میمانه؟ بی سرنوشت باقی میمانه. بجای از اینکه اولاد زندگیشان خراب شوه، از بین بره، و همچنان زندگی زن و زندگی مردم چی شوه؟
خراب شوه. چرا؟ هر کدامشان خو نمال و جایداد زیاد داره که زنی دیگه بگیره و او شوهر دیگه بگیره، دیگه تمام عمر او زن در فراق اولاد خود میسوزه. همینطور است یا نه؟ اولاد در فراق مادر خود میسوزه، شوهر در غم اولاد در بدر میشه. اما این در دیگه که میاره او هم نه قرآن خونده نه حدیثه، ای اولاد بیگانه فکر میکنه دیکی نمیزنی. اما تو راست یا نه؟ آخر وادار به چی میشه؟ دخترش وادار به گریز قطی کسی جور میره، بچه وادار به گریز در کدام جای چیسته؟ پودری جور میشه. خیر و خلاص سرنوشتی اولاد و خاندان مکمل تباه میشه. نه، این مفاسد داره. در دین ما 3 طلاق 1 طلاق بود، از او خاطر 1 طلاق نافذ کو، خیر و خلاص. بالکل وجود داره. یک عالم آمده بود اینجا، یک چند کتاب در دستمال بسته کرده بود، همونطور نگاهانی مرا گفته بود که ما در این موضوع قطعت میشینم بحث میکنم. من گفتم خصایص ما خود دیگه وقتا ندارم، شب جمعه وقت دارم، هر جایی که تو هستی همون جمعیم. یک روز بود دینمی مسجد آمد، خب میگه تو مردم گمراه کرده، این نعوذ بالله دعوت به زنا میدی. چرا؟ این خود زناست. من گفتم زنا نیستی، فتوای تنها نیست، حدیث است. حدیث در زمان پیغمبر 3 طلاق 1 طلاق بود و زنا کرده. خیر که 3 طلاق داده بود پس همون زنش بود. در زمان ابوبکر زنا کرده، در زمان 2 سال عمر زنا کرده، نعوذ بالله. آخر دست برتافت، جنگ با جاغه شدیم. برای ما میگه لعنت الله سری تو باشه. باز من گفتم قطعی تو واری عالم مجرو بحث هم ندارم. چرا ندارم؟ تو تعالی را این موضوع را نمیفهمی. کافر مشخص آدم لعنت، کافر مشخص معین آدم لعنت نمیگه. چرا نمیگه؟ به خاطر که احتمال داره امو کافر چی شوه؟ مسلمان. او سری مسلمان لعنت گفتن حرام است. من گفتم تو عالم هستی گپ نمیفهمی، من الحمدلله مسلمان هستم، تو مرا لعنت میگی، قطعی تو چی بحث کنم؟ اینقدر جاهل بود. فقط چرا گپ در اینجاست، کسی که تقلید مذهب میکنه باز اونجا دینمی کجو پیچک میفته بیچارگک، به خاطر از اینکه مذهبی را نگفته چطور کنه. علما کتابا نوشته کرده خب حکم 3 طلاق طور دیگر رد میکنه سری کسایی که 3 طلاق یکی میدانه. که عمر رضی الله عنه که پیغمبر گفته که چیست؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، یک خلیفه راشد است. من میگم عمر رضی الله عنه خود به الفاظی خود میگه که مردم عجله میکنه من نافذ میکنم، نمیگه که این دین جور میکنم. ایره دین جور نمیکنه، او فقط به طریق سیاست که مردم از این کار منع شوه تشریع نیسته. اینیالی اگر به مذاهب بریم، هر کس که پابندی مذاهب است مجبور است که برالی پشت علاله، نعوذ بالله. دا او امر حرام مردم واقع میشه و این امر صحیح که از پیغمبر ثابت است این عمل نمیکنه. چرا؟ کدامش بکنم؟ الحمدلله این گپ اینطور نیست. ما گفتم که از هر 4 مذهب تقریبا 140 علما فتوا داده که 3 طلاق در یک مجلس چند طلاق است؟ 1 طلاق. یک موضوع دیگر هم اینجا براتان میگم. اون موضوع کدام است؟ موضوع غضب. 2 قسم غضب ما داریم. یکی غضبی است که انسان خود در کنترل داره. غضبی که خود در کنترل داری طلاق که میدی طلاق واقع میشه. یک حالت غضبی است که انسان آنقدر احساساتی میشه که حتی دیگه بگوی از جان خود خبر نداره. امیطور حالت سرش میاد. دمیطور حالت که طلاق داده میشه طلاق واقع نمیشه. چرا؟ از حالت نرمال کنترل خود بالکل چی شده؟ بیرون شده. حالی ایجا او گپا نیسته. امون ریش سفید که آمده بود امی قسم گفت امو چیزی تعنه داده بود، باز امو بچهش 1 دم طلاق داده بود در حالت غضب. خب ملا میگفت میگه طلاقا واقع شده، خو بگوی نکاح کنه، نکاح علاله، نعوذ بالله. و او را هم قطعی بکنه، با کسی دیگه هم جایز نمیدانست، گفت قطعه بکنه، نعوذ بالله. و مردکه گریان کرد بیچاره، گفت علمای ما اینطور است. باز کسی آدرس برش داده بود، پیشی با آمد، مسائل الحمدلله حل شد. خب در کجا رسید؟ ولا یحل لکم، حلال نیست برای شما ان تاخذوا که بگیری مما از چیزایی که آتیتموهن به زنان خود داده، کالا، جوره، جیز، مهر، شیئا هیچ چیزی را الا یخافا مگر که میترسه اردویشان الله یقیم حدود الله. یک حالت استثنایی است. حالت استثنایی است زن و شوهر خوب میدانه که یا اردو با هم جور نمیه، آینده
اما حقوقی که در بین داره یکی با دیگه تبادله کردن نمیتونه، اما حدودی که الله براشان مقرر کرده او را انجام دادن نمیتونه، زندگیشان منجر به خیلی دشمنی و نفرت میشه. حالی چی چاره کنه؟ شوهر خو مال خود مصرف کرده، زنم قطعی عزیزته، در این صورت اردایشان توافق سر یک مقدار مال میکنه و این را به نام چی یاد میکنه؟ خلع. چی یاد میکنه؟ خلع. که نه شوهر متضرر شوه و نه زن متضرر شوه. یک چیزی مال به شوهر میده، شوهری را طلاق میده، نزاعشان خلاص میشه. چرا؟ این در صورتی که اردو یقین داره که ما زندگی را پیش برده نمیتونیم و مردم دیگه هم آگاست. از او خاطر میگه الا یخافا که میترسن اردویشان الله یقیما که قایم کرده نمیتونه حدود الله، ضوابطی که الله مقرر کرده. فان خفتم اگر شما هم ترسیده، براتان واضح شد معلوم شد الله یقیما حدود الله که همی زن و شوهر قایم کرده نمیتونه حدود الله را، فلا جناح علیهما نیست گناه بالای هر دویشان فیما در او مالی که افتادت فدیه میده بهی به او مال امی زن به شوهری خود، به شوهری خود که کدام مال میده به طریق فدیه و شوهر بری زن چی میده؟ طلاق، که از بندش خلاص شوه. این پروانه داره، این درست است. تلک حدود الله، اینمی احکامی که ذکر شد حد بندی های کیست؟ ضوابط و مرزای کیست؟ الله. فلا تعتدوها، از اینمی ضوابط و مرزا تجاوز نکنه. و من یتعد حدود الله، کسی که تجاوز میکنه از مرزبندی و حدود الله، فاولئک هم الظالمون، اینمی مردم است که از حد گذشتن ظالم هستن. فین طلقها، این سوم طلاق است. در دو طور دو طلاق داده بود، حالی اگر در یک طور دیگه طلاق سوم هم میده، فین طلقها فلا تحل، اگر طلاق میده به می زن که دو طلاق پیش داده، فلا تحل له، طلاق سوم میشه، پس نیست حلال برای مرد من بعد و پس از طلاق سوم، حتی تنکح زوجا غیره، تا ای که نکاح بکنه همی زن امرا یک شوهری که غیر ای شوهر باشه، برا قطع از او نکاح بکنه. خب نکاح شرعی، نکاح اموتور اسمی و رسمی نباشه که فقط محض یک صورت نکاح را جور کنه و پس بیا باز زنی ازی باشه. نه، نکاح حقیقی میکنه میره به طریق دوام به نیت صحیح. از همون خاطر است اگر یک کسی نیت داشته باشه که را نکاح میکنم باز 5 روز بعد پس اعلام میکنم این نکاح صحیح نیسته. هر کس که نکاح میکنه باید نیت و اراده دائمی را داشته باشه. فین طلقا، اگر طلاق داد همون شوهری دوم بعد از کدام مدت نزاع پیدا شد، جنجال پیدا شده بینشان، فلا جناح علیهما، پس از اینکه عدت او طلاق تیر کنه بیایا، نیست گناه بالای هر دو زن و شوهر اول ای تراجعا، که باز رجوع بکنه به عقد جدید. در این صورت باز با شوهر اول نکاح درست میشه. خب باز هم شرط است ان ظنا، اگر غالب گمان داشتن ایقیم حدود الله، که باز حدود الله را برقرار کرده میتونه. الله که کدام مقررات در زنا شوهری مقرر کرده او مقررات یا ادا کرده میتونه، در سر رسانده میتونه. و تلک حدود الله، اینمی چیزی که ذکر شد این مرزا یا ضوابط الله است. یبینها، واضح واضح بیان میکنه، لقوم یعلمون، برای قومی که میدانه علم داره، نظر میکنه که بله چقدر مصلحت ها را الله در نظر گرفته برای اصلاح امی خانواده، امی زن و شوهر، مصلحت و فایده زن و شوهر. و اذا طلقتم النساء، در آن وقتی که شما وقت برس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. برای دریافت سلسله درس های تفسیر قرآن کریم توسط استاد ابو عبیدالله متوکل رحمه الله با شبکه یوتیوبی مولانا متوکل رحمه الله وارد شوید.